بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا اولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. دایات قبلی الله متعال امر کرده بود به خوردن چیزای حلال. الله متعال مطابق خواسته های بندگان خود، مخلوق خود، انسانها، آن چیزی که برایشان مفید است و ثمر بخش است، الله متعال برایشان حلال کرده. هیچ شده نمیتونه که الله متعال مخلوق خود پیدا بکنه، در ضمیر و در وجودش خواسته ها بگذاره، تقاضاها را پیدا بکنه و بعد از آن چیزی که قابل تقاضاست او را الله مهیا و برابر نکنه. از همون خاطر است که در مسئله چیزای خوردنی یکی از دلایل مهم امیسته که الله به طریق عموم همه چیز حلال کرده. آیت قرآن کریم دلیل قوی بالای عزیزته که همه چیزا برای انسان ها حلال است. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. الله چیزی که در روی زمین پیدا کرده برای نفع انسان و بشریت پیدا کرده. بس اوقات بعضی مردم در مورد چیزای حلال طلب دلیل میکنه که دلیل کجاست. آیت یا حدیث صریح میخوان که در مورد یک مسئله جزئی بگوین که حلال است. به طور مثال همیشه مردم از کلپوره سوال میکنه، میگن که چه حرام، دلیل حلال بودنش در کجاست؟ هیچ وقت دلیل حلال بودن دلیل خصوصی طلب نمیکنه، بلکه دلیل عام وجود داره. الله متعال همه چیزا را در انواع خوردنی و آن چیزی که تعلق به مواد اولیه انسان است کلش حلال کرده. چرا که الله انسان پیدا کرده و این ضروراتش حتما الله آماده میکنه و پوره میکنه. حل از اونجا خود به خود آمدگی است. حرمت وقتی میاد که از طریق شریعت سر ما محظورات بیاد. از همون خاطر ما چیزا را سه قسم میکنیم اشیا را. یکی تعلق به امور خوردن، نوشیدن و سکونت است. چیزایی که تعلق به خوردن و نوشیدن و سکونت داره اصل قانون عمومی در او اباحت است، یعنی اجازه عام و تام از جانب الله متعال تا وقتی که شریعت امر نکرده باشه که چیز حرام است. از همون خاطر هیچ کسی کرده نمیتونه که یک چیزی حلاله بالای بندگان الله حرام بسازه و او را حرام معرفی بکنه. اگر کسی کار میکنه نعوذ بالله خود برابر شارع فکر میکنه که من یک قانون ساز هستم و من یک چیز حلال و حرام کرده میتونم، و این محادات یا ضد بازی با نظام الله متعال است. این در دین تضاد داره. از همون خاطر علما میگه از اینکه ما یک چیزی حلال از سری مردم حرام کنیم این بسیار بد است، از اینکه ما یک حرام از سری مردم حلال بکنیم. به خاطر که حرام برش بگیم و حلال گفته میخوره در حالی که حرام باشه یک گناه است. اما وقتی که ما چیزای حلال سرش بند کنیم که الله اجازه داده، ما مقابله با حکم الله کرده ایم. از او خاطر مثل که یک چیزی حلال حرام ساختن، حرام ساختن حلال ساختن، این امر زشت و ناپسند است، نادرست است. حرام حلال ساختن هم امر زشت و ناپسند است. الله فرمان داده یا ایها الناس کلوا مما فی الارض. الله گفت بخوری آن چیزی که در روی زمین است.
استثناء در اینجا وجود نداره تا وقتی که دلیل شرعی موجود نباشه که اینی چیزا نخوره. محرمات الله در کتاب خود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث بر ما تشریح کرده. از او خاطر وقتی که دلیل شرعی بالای حرمت یک چیزی نابده باشه او را ما حرام کردن نمیتونه. وجهش آمیسته که الله در وجود ما تقاضاها را پیدا کرده. وجود ما تقاضای همی خوردن و نوشیدن نداره، الله اجازه عام داده. اما در مورد خوردن و نوشیدن پابندی یا حدی را که الله وضع میکنه است که در حد خود استفاده شود و از این استفاده غلط و نامشروع نشود. امی چیزایی که الله برای ما حلال کرده انسان در حدودش به مو اندازه که الله اجازه کرده از کدام جای اجازه کرده همو قسم آدم پیدا بکنه و چه قسم استفاده بکنه، کیفیت استفادهش الله براتون تعیین کرده و همو رقم استفاده شود. به طور مثال الله انگور یک میوه پیدا کرده و بهترین میوه است. الله پیدا کرده ما خرما را پیدا کرده برای ما استفاده از این به طریق میوه شود، نه به طریق نعوذ بالله که از این شراب جور شود و بعد از او انسان سبب ازاله یا دور کردن عقل خود بسازه. این فرمان الله در مورد خوردنی ها و نوشیدنی هاست. اما الله یک هشدار داد، یک تنبیه و آگاهی بر ما داد. هرگاه انسان پشت تلذذات بگرده، پشت خواهشات بگرده، آیسته آیسته ایره میکشانه به جرم یا گناه بزرگ. از او خاطر متصل از او ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شما تابعداری قدمای شیطان نکنید. بس اوقات دنبال روی چیزای تلذذ ناک و چیزایی که انسان خواهش از او را داره پشتی هوسبازی از او میگرده، در سر حد انسان باز میکشانه که نعوذ بالله حدود الله را باز مراعات نمیکنی. الله متعال در این مورد ما را هشدار داد و گفت که در نقش قدم شیطان روان نشوی. چرا شیطان از صفر شروع میکنه شما را منحرف ساخته تا ای که در سر حد آخر میرسانه و نعوذ بالله چیزایی که حرام است او را سرتان حلال جلوه میده، در ذهنتان خیلی مزین معلوم میشه و بعد از او چیزی که حلال است او براتان مثل که حرام باشه از او خودداری میکنی. از همون خاطر است که در دین اسلام مسئله نه استعمال چیزایی که الله حلال کرده ای از جمله بیدینی شمارده شده و ای از جمله خاصیت یا نعوذ بالله شعار نصارا بود که چیزای حلال سری خود حرام میکردن، در مغاره ها می نشستن، کالا و لباس خوب نمی پوشیدن، خوراکای خوب نمی کردن. الله متعال این کار نصارا را ناپسند دانست و رهبانیت نبتدعوها ما کتبناها علیهم. الله میگه یا رهبانیت خود اختراع کردن، ما سرشان مقرر نکرده بودیم، یا از خود خیستن همه نعمات الله را سری خود حرام کردن و این را عبادت پنداشتن حالا که عبادت نبود. عبادت این را میگه که انسان امرای قوتی خود فرمان الله را به سر برسانی، امر الله را به جا بیاری. یک آدم عبادت به این نمیشه که من نان نمیخورم که بیخی ضعیف شوم، نه، تو نان بخو قوتی تحاصل کو که در ادای عبادت الله نشید باشی، فعال باشی، سست و پرکاله نباشی. از او خاطر است که رسول الله در یک حدیث که بسیار ارزشمند است، المؤمن القوی احب خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف، پیغمبر به طریق عام اعلان کرده مؤمن قوی و خیر است، ام خیر است و ام محبوب است به الله متعال. خیر چرا است؟ مؤمن قوی دستش حتما به کسی میرسه، یعنی کمکش همدردیش به کسی میرسه. آدم ضعیف باشه هیچ چیز نمیتونه، حتی بارقتی کسی برده نمیتونی، از دستش گرفته نمیتونی، کاری نمیتونی. از او خاطر است که پیغمبر علیه السلام امت ترغیب میده، تشویق میکنه به سوی ازی که خود قوی بسازه. البته مراد از قوت تن قوت بدن نیست، قوت اقتصاد است، قوت علم است، قوت ذهانت است و قوت چیست؟ فرهنگ است. کل ازیر شامل میشه. یک مؤمن بنده مؤمن باید این صفات را دارا باشه. این به نزد الله بهتر است، خیر است و محبوب است به نزد الله. چیزی که محبوب به نزد الله باشه او مطلوب می باشه. از او خاطر در شریعت ما بند کردن خوراکا سری خود این عبادت نه، بلکه کجروی از دین شمرده میشه، این انحراف شمرده میشه. نعمتهای الله استفاده شوه لیکن در جای درست استفاده شوه و از جای درست پیدا شده باشه اما نعمتها بعد از استعمال شوه. پس از او الله رد میکنه بالای کسایی که
اینمی قسم چیزای حلال سری خود حرام کرده بود. صایبه و بحیره و حام و بعضی حیوانات سالای سن و خاصه برش تعیین کرده بود که اینی حیوانات به اینی سن و سال برسه دیگه سری فلانی حرام، اینی را زنا خورده نمیتونه، اینی را فلان خورده نمیتونه. این محرمات مشرکین سری خود کرده بودن. الله متعال سری زیارت میکنه و این تحریمات با اساس دلیل و سند نبود، بلکه با اساس پیروی از آبا و اجداد بود. تقلیدای کورکورانه، رسم و رواجایی که مردم تباه و برباد کرده که با تاسف امروز اگر ما نظر بندازیم معاشره اسلامی ما پر از اینمی قسم خرافات است. از بعضی چیزا شما ببینید که زن وقتی که طفل اولاد جنین در شکمش می باشه میگه تخم نخور، این غلیظ است، این مچم چی داره، از جان خود اینطور گپاره، گوشتی مرغ نخور، در حالی که آنقدر نیاز و ضرورت که زن حامله بری خوردن نوشیدن و زن شیرده یعنی که اولاد خود شیر میده به خوردن نوشیدن ضرورت داره، هیچ کسی دیگه زیاد ضرورت نداره. چرا؟ به خاطر که جنینش تقویت شوه، طفلی که به دنیا آورده او تقویت شوه. لیکن یا قید و بندای خیلی زیاده کشیده. زنا را ببینی عجیب گپا بری خود وضع کرده. این تحریمات چیست؟ آن چیزی که الله حلال کرده و این سخت گناه بزرگ است، بلکه این عینا شرک است، به خاطر که نعوذ بالله رأی خدا، ضمیر خدا، عقل خدا شارع جور میکنی و یک چیز حرام سری مردم میپنداری اون منع میکنی. اینمی قسم امو قیدا بندایی که امی پیرا و امی تاویزگرا میداد که در زچه خانه نرو، در مرده خانه نرو، یام تحلیلات است الله حلال کرده یا گرفته سری مردم حرام میسازه، یام در جمله شرک داخل میشه. به خاطر که چیزا را غیر از الله متعال اذن و اجازه از جانب الله متعال میباشه، از کسی دیگری نمیباشه. لیکن یا قید و بنداره برای خود وضع کرده. ما میبینیم معاشره ما آنقدر دوچار قید و بند و عنعنات است که هیچ پرسان نکو. نعوذ بالله رقم توتکه ها وجود داره در تمام موضوعات. باید در این مورد بیاندیشیم، ببینیم کی سند شرعی داره، سبب عقلی داره، عقلی را میپذیره یا نمیپذیره، او باید رد کرده شود. همیشه زندگی مومن مستند میباشه، کورکورانه حرکت نمیکنه. از او خاطر الله متعال در اینجا رد بالای همون مردما میکنه که تقلید کورکورانه آبا و اجداد خدا میکنه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، بله الله مذمت بعد از اینکه این را بیان کرد که شما هشدار داد که شما تابعداری شیطان نکنی، پس از او برنامه شیطان برای ما معرفی کرد و ما را آگاه کرد که شیطان یک امر براتان مزین میکنه حالان که مزین نیست. شیطان همیشه امر به سو، امر به فحشا و امر به او چیزی میکنه که نعوذ بالله شما دلیل نداری همونطور گفته رایسته و مردم میگی حرام است، بیاری سندی تانه. از همون خاطر ما یک تعداد دوستا که میگه که والا سعی که در کتابا نوشته شده حرام مغز گفته میشه، کلپوره افت چیز در کتابای فقه نوشته میکنه این مکروه یا حرام است یا مکروه تحریمی است، سند پیش کنه. در یک حیوان مذبوح بجز از خونش که صراحتا در آیت ذکر میشه در وقت ذبح فلسفیش میگیم که چرا حرام است. هر چیزی دیگری که مضر باشه حرام است از وجه دلیل خارجی، مثلا غدود، مثلا مثانه یا را کس نمیخوره به خاطر که مضر است، اون محل چیزای زهرآلود است، از او خاطر در غدود میکروبا جمع شده. در غیر از او هیچ نص موجود نداره که چیزی را حرام کرده باشه کسی. از او خاطر اجازه عام است حلال الله را حرام نکنیم، تقلید نکنه انسان، بی سند و دلیل روان نشود. اولی الله امو موضوع را بیان میکنه. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، زمانی که گفته میشه بی تابعداری کنی از آن چیزی که الله نازل کرده، از جان خود چرا یک چیز حلال و دیگر حرام میپنداره؟ ما خود تابع یک نظام و دین هستیم. چقدر موضوع آسان است. ما وقتی میگیم که مسلمان هستیم خود تسلیم به یک نظام کردیم، اون نظام همه چیزا درش ذکر است، حلال ذکر است، حرام ذکر است. رسول الله میگه ان الحلال بین والحرام بین و بینهما مشتبهات. حلال واضح است، حرام واضح است، در بینش امور مشتبه هست. پس وقتی که ما تسلیم نظام شدیم، نظام موجود است، از خود یک چیزی را حلال و یک چیزی را حرام نمیتونیم. درخت فلانی زیارت چوبش حرام است، نمیشه که را کسی حرام بکنه. درخت است الله برات روا کرده. اکثر مردما درختای تازه و مثلا توی چیزا در خانه و باغش می باشه زده نمیتونه.
حتی ما کسایی را دیدیم که وقتی توت زده یا درخت زده اول آورده یک دانه مرغ یا بزغاله را اوجا ذبح کرده، نعوذ بالله، این را برای تقرب و خوف از زمین درخت. ببینید از اینکه شرک بزرگ کدام است. مردم قرآن نمیفهمند، تمام روز شرک کرده رویسته، به خاطر از اینکه ترس از زمین درخت داره، حالان که درخت ملکیت توست، هر نوع تصرف میتونی. نهالی که مکمل امیال میوه دایش ناپخته است میتونی تصرف کنی، قطعش بکنی، ملکیت است. الله برات مباح کرده، الله برات اجازه داده. از این تو حراسی نداشته باش که اگر این را بزنم یک چیز میشه. چرا یک چیز میشه؟ مالک نفع و ضرر الله متعال است. شما ببینید که چقدر شرک ریشه های گوناگون داره، چقدر شرک هر طرف ریشه خود دوانده. ما در کدام حالتا در شرک مبتلا میشیم. مردم نمیفهمه، حتی درخت تعظیم میکنه و در زیر درخت مرغ حلال میکنه. اینی گپی غلط است. موتر میارن، در موتر مال حلال میکنه. خانه را جور میکنه، میره در خانه مال حلال میکنه. این به تقرب خانه است. این پشت سر آمده رایسته آیت. ما در کجا مبتلا میشیم؟ دین خیره نگفته. حراس و خوف از الله متعال میشه، از کسی دیگری نمیشه. مالک نفع و ضرر الله متعال است، از کسی دیگر نمیشه. الله در اینجا فرمان میده به تابعداری آن چیزی را بکنیم که الله نازل کرده. چرا؟ نظام ما آن چیزی است که الله نازل کرده و ما فخر سر این نظام به می خاطر داریم که ما انزل الله است. ما صنع الانسان نیست که انسان جور کرده باشه. انسانی که عقل ناقص داره، انسانی که اسیر شهوات و وهمیات و بگوی غضب و گپاست، این جور انسان نکرده، این الله جور کرده. این افتخار است. هیچ کس سرت مقابل هم نمیتونه. بیا که تابعداری نظامی را بکنیم که الله جور کرده، الله روان کرده. ما انزل الله دو چیز داریم. قرآن برای ما دلیل میگه اتبعوا ما انزل الله، نگفت اتبعوا ما قال الرجال، ما قال الائمه، ما قال المجتهدین. اینطور نگفته برای ما، اینا نگفته برای ما میگه اتبعوا ما انزل الله. اتباع چرا برش میگه؟ به خاطر که ما انزل الله دلیل است. آن چیزی را که الله نازل کرده و سند است و دلیل است. زمانی او موجود باشه ما تابعداریش میکنیم. اینی را اتباع میگه. تشریح میکنم تقلید و اتباع را اینجا به خاطر که در آیات اکثر مفسرین بحث تقلید به طور مفصل میکنه، به خاطر که این موضوع بود. رسول الله مشرکین مکه را میگفت بجای از اینکه خرافات، اوهام پرستی را، نعوذ بالله قوم پرستی را، چیزای خود ساخته خود را پرستش کنیم، دنبال ازی بریم، به نظامی را که الله روان کرده دنبال ازی بریم. الله مزمتی قوم به خاطر چی بیان میکنه مشرکین مکه را؟ به این خاطر که دینی که الله روان کرده او را پیروی نمیکنه، افکار و نعوذ بالله نظریات خود او را دین جور میکنه، قدر میده، ارزش میده و بعد از او تابعداری میکنه. دموکراسی امروزی عین نمی خاصیت داره، همین حیثیت داره. 4 نفر در بین نشسته، در حالی که هر کدامش نظرات متفاوت هم داره، اسیر تمام خواهشات و تعصب و زدبازی و عناد و انسانیت همه گپادش وجود داره. 4 قانون جور کرده، سری کل مردم تحمیل میکنه که کل مردم از همون 4 قانون ساخته شده 4 نفر باید پیروی بکنه. کدام وجدان و عقلی را قبول داره؟ و نظامی که الله ساخته، اللهی که علم با تمام جزئیات داره، اللهی که ضروریات انسان از اول تا آخر میدانه، اللهی که همه مشکلاتی که در میرا پیدا میشه الله او را میدانه. از همون خاطر است که در قانون الله تصادم نمیاد. هر قدر دنیا پیشرفته شود با قانون اسلام تصادم پیدا نمیشه، قطعا پیدا، بلکه تایید پیدا میشه. چیزی را که اسلام تشریح کرده توسط تحقیقات جدید دیگه هم تایید میشه. چرا قانون ساخته کیست؟ الله، اللهی که علم محیط داره، اللهی که کل نیازها را میدانه. از او خاطر ارگام و شما دعوت میدیم به مردم که بیا تابعداری ما انزل الله را بکنیم. هر سند در دست داره، سند چرا از ما انزل الله را تابعداری بکنیم؟ ما انزل الله، الله روان کرده، الله خطا نمیشه. الله چیزی از پیشش پوشیده و غایب نیست، پنهان نیست. کل مصلحتها به الله معلوم است، کل مضرتها به الله معلوم است. قانون خدا برای بشر که روان کرده، این قانون قابل تطبیق است، مطابق فطرت انسان است و زندگی و خواست انسان است، هیچ نوع تضاد نداره. از همون خاطر است عقل سلیم هم همیشه در صورتی که صریح باشه، بند نباشه، مزاحم نداشته باشه، با نقل قطعا مخالفت نمیاد. هیچگاه عقل مخالف با نقل شده نمیتونه.
به شرطی که عقل سلیم باشه، موانع مزاحم اموری دیگه قطعش یک جای نشده باشه. از او خاطر ما که وقتی دعا میکنیم دین ما دین فطری است، دینی است که بالکل به مقتضای فطرت ما الله ای را ساخته. قرآن هم امور میگه که دعوت داده بشید به مشرکین مکه اتبعوا ما انزل الله. قالوا چی میگفتن؟ بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. ما تابعداری آن چیزی را میکنیم که پدرای خدا سرش یافتیم، چیزی را که پدرای ما سرش یافتیم. تا امروزه هم مردم در دهاتا زمانی که زمستان آخر میشه 3 جای آتش در میدن، بعد از او باز هر کدام زن و مرد سرش تیر میشه، میگن بدی برآمد نیکی در آمد. آتش پرستی چی را میگفت؟ ما مجوس هستیم چی؟ همین قدر مسلمان ها بود، همین قدر مسلمان ها تالی را آتش پرستی میکنن، به نام بدی برآمد و نیکی در آمد میکنن. نبود همینطور، نیست همینطور. چرا اینطور میکنیم؟ چرا این کار میکنیم؟ والله از پدر بر ما باقی مانده، از پدر. امروز رواجای کمرشکن است، بزرگترین، خطرناکترین، رسواترین رواج تخت جمی است. رواج تخت جمی است. زنا جمع شوه، نعوذ بالله نشان داده شوه. این کدام عقل تقاضا میکنه؟ چقدر رسوایی بزرگ است؟ رسوایی بزرگ نیست؟ باقی مانده تا امروزه. چرا؟ ولا رواج ماست، عنعنه ماست، رواج ماست. مرده میشه قریب، دختر میره توی شده است ولایت مزار در کابل توی شده، میره قریبش در مزار میموره، آلی پشت اینمی ای زن نمیه مرده دار است، از اینجا 20 تا زن حرکت کنه تا اونجا بره، از اونجا گرفته بیارشه. دیگه وقتا خو همی زن میرفت قطی شوهری خود 100 دفعه رفته و آمده، همونطور آمده میرفت. آلی که قریبش وفات کرده، آیا بی زنا آورده نمیشه؟ امروز شوهری خود موتر بشینه. رواجایی که ما را تباه و برباد کرده، در بدر کرده، خاک به سر کرده، این کلش تقلید از آبا و اجداد است. کدام آبا و اجداد؟ آبا و اجدادی که فخر داره. کاش که ما در اموری که سبب فخر است تقلید بکنیم. ما در اموری که کمرشکن است، ما در اموری که ما را تباه کرده، دو تقلید کرده رویستیم. دو تقلید. والا قانون است از ما در آبا و اجداد بر ما باقی مانده که دختر دیگه قوم نمیدیم، دختر در دیگه قوم نمیدیم، ولو که قوم دیگه در تقوا، در دین، در اخلاق، در دیانت، در حیثیت، در عزت، در هر چیز از ما که در بالاتر باشه. نه، از آبا و اجداد بر ما باقی مانده. ما در زندگی روزمره خود آنقدر رواجای کمرشکن از آبا و اجداد داریم تا امروز پیروی میکنیم، ولو که مخالف شریعت آن باشه، ولو که مخالف شریعت باشه. امو رواج ما تابعداری کرده رایستیم. این آیت قرآن کریم مثل که مذمت مشرکین بیان میکنه، مذمت مشرکین بیان میکنه. این همی قسم مذمت. اگر ما تقلید آبا و اجداد کردیم، همی قسم خود در بدر کردیم. چرا؟ مرده میشه مرده، در بعضی جاها گو باید کشته شود در روزی مرده. چرا؟ خیرت است. ولا رواج ما همیطور است. رواج شما چی رقم است؟ این کدام رواج است؟ دمی طور فرصت، دمی طور موقع غم تو میمان نوازی بکن مردم، قریب از دست داده مصیبت تو را زده، مشکل برات پیداست، برو تو میمان نوازی بکن مردم دیگه. این کدام رواج است؟ قرآن مذمت تابعداری از آبا و اجداد بیان میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که دین داری، نظام داری، چی ضرورت است که تو پشت رواجا میگردی؟ و اذا قیل لهم اتبعوا، وقتی که گفته میشه برشان تابعداری کنی ما انزل الله، آن چیزی که الله نازل کرده. پس رد شد بالای کسایی که رواجای پدرها را محکم گرفته، ولو که مخالف شریعت است، مخالف شریعت است، بازم پیروی از او میکنه. الله که بدی مشرکین بیان میکنه، به می خاطر مصداقش تو هم میگردی، بدی تو هم الله بیان میکنه. اگر تو به شریعت خود تسلیم نمیکنی به ما انزل الله، رواجایت عملی کرده رویستی، بدی تو هم بیان میکنه. دو بیا به ملاها، به مولی سیبا. و اذا قیل لهم، مسئله اختلافی است، 8 رکات است یا 20 رکات است. در این روزا اینمی سر و صداست،
اترال است که 8 است که 20 است که 8 است که 20 است. بیا جناب محترم از انصاف کار بگیریم، از ضد و عناد کار نگیریم، رجوع به مرجع دینی خود بکنیم. مرجع دین ما کتاب الله و سنت رسول الله است. در کتاب الله رجوع میکنیم که الله اونجا حیثیت به چی چیز داده؟ به کثرت عمل داده یا به کیفیت عمل؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا هو الذی خلق الموت والحیات. الله ذاتی است که پیدا کرده مرگ و زندگی را. چرا پیدا کرده؟ لیبلوکم که شما را امتحان کنه. ایکم کدامتان احسن عملا بهتر عمل داره، شایسته تر عمل داره، زیباتر عمل داره، عمل که واقعا در اونجا آثار امو عبادت دیده شود. قرآن خود تایید میکنه، اکثر عملا نگفته که عملی که زیاد است. قرآن پشت اتقان عمل گشته و احسان عمل گشته. پیغمبر علیه السلام در حدیث هم میگن تعبد ربک کانک تراه، عبادت پروردگاری تا طوری بکن مثل که تو الله را میبینی. فإن لم تکن تراه فإنه یراک، اگر تو نمیبینی الله خود تو را میبینه. آلی تو نماز بهترین عبادت، عبادتی که مناجات، گفتگو، تکلم به الله میکنی، در روی بروی الله استاد هستی، چه قسم باید نماز بخونی؟ بیا دیگه فیصله کنیم سری قرآن و حدیث. نه اتبع ما انزل الله. قرآن و حدیث از ما کیفیت عمل طلب داره که درست باشه، نه کثرت عمل. خیلی خوب، بیا در مقدارم میرویم. تو را به الله قسم ثابت کرده میتونی که رسول الله 20 رکعت به نام تراویح نماز خونده؟ جناب محترم رسول الله رمضان غیر رمضان تهجد میخوند. ایره قیام اللیل هم گفته میشه، تهجد هم قیام اللیل، به خاطری که شب قایم تیر کردی، در استاده در نماز در عبادت تیر کردی، قیام اللیل برش میگه. تهجد برش میگه به خاطری که تهجد میگه خواب دور کردن. این نمازی بود که خوابی تا دور کرده، تو نماز خوانده ای. تراویح اصطلاح پسانیست، نه زمانی پیغمبر علیه السلام. چرا اصطلاح پسانیست؟ صحابه این نمازها را دور و دراز میخواند. صحابه این نمازها را دور و دراز میخواند. 4 رکعت که میخواند خیلی طولانی میشد، مردم خسته میشد، زله میشد، باز می نشستن خود خوب تازه میکردن، میرفتن وضو کو بگرد خود پس تازه کو، پس از اون باز 4 رکعت دیگه تا اندازه طولانی می بود. دمی حدیثی که یا 20 رکعت میگه دماغه امام مالک رحمه الله و میگه که قدر ما درو دراز بشود نماز که سری عصا چوبا تکیه میکردیم، سری عصا چوبا تکیه میکردیم. کیفیت نماز بود، مقداری نماز نبود. بیا به قرآن و حدیث رجوع کنیم. پدرت ثابت نمیتونه از 11 رکعت زیاد. 100 دفعه تو بزنی که تراویح جداست، قیام اللیل جداست، تهجد جداست، هیچ جدا نیست، یک نماز است. پیغمبر در دیگه اوقات امت خود مکلف نکرد، سختی را حرج سری امت خود نمیاره. این اموری نفلی است، اموری اختیاری است. یک آدم ضرورت برش داره، یک آدم توان داره، یک آدم خیلی زله و خسته است نمیتونه، سری کسی لازمی نکرد. پیغمبر در آخر 3 شب، اولیم صحابه هم در آخر 3 طایفه صحابه بود. بعضی صحابه در اول 3 شب امی تهجد، امی قیام اللیل، امی تراویح را میخوان، بعضی در نصف شب، بعضی در آخر 3 شب. این مکمل صراحتا در حدیث آمده. از کجا 20 رکعت ثابت میکنی؟ سنت عمری است. اشتهار دروغ چرا میکنی؟ شهرت دروغ تو را به الله قسم ثابت میتونی که عمر رضی الله 20 رکعت خونده؟ نیکیت هم ثابت نمیتونه. بلکه عمر رضی الله در حدیث صحیح سری 2 قاری مردم در 11 رکعت جمع کرده. معطای امام مالک بکش حدیث صحیح از سندش. ابی ابن کعب و تمیم داری رضی الله عنهما 2 صحابی است. امونجا روایت 20 رکعتی هم است، لیکن سندش ضعیف است. بیا از انصاف خود کار بگی. غوغا را برپا کرده در سری منبرا میگی که کسی که 20 رکعت تراویح نمیخونه کافر شد. از کجا 20 چی کرده؟ خود بسیار خوب قطع تسلیم کردیم. صحابه خوانده، عمر رضی الله عنه خوانده، عثمان رضی الله عنه خوانده، علی رضی الله عنه خوانده. خود صحابه خود 36 رکعت هم خوانده. صحابه خود 42 رکعت هم خوانده. صحابه خود خوانده بیگاه استاد شده، خب نکرده، همینطور خوانده رفته، فقط همین وقت باقی مونده که پس شوی کرده. خلاص کرده ای تو جناب خو ملای اجرتی را پیدا کردی، اجرتی را
که قرآن به خاطر پول خوانده، او بدبخت، این ثواب نداره. چرا عبادت که به خاطر رضای الله نباشه و ثواب نمی داشته باشه؟ تو مثل که استخدام کردی یک آدم که رقص برات بکنه، نعوذ بالله، برای قرآن خواندن هم اجرتی ملا را قاری را پیدا کردی و او را هم در 3 شبه و 6 شبه پیدا کردی. او را هم باز قرآن اینقدر نعوذ بالله سبک کردی که گلنار بیگم و همو چی میگه منگل و فیروز قندوزی بیت خدا خراب نمیکنه، همونطور نمیخونه که تو قرآن خواندی. باز داخلشان میلهگاه جور کردی مسجد، خوش بودی که ما ختم کرده، 10 دقیقه و 20 دقیقه رفته قرار خو کردی. بالله قسم اگر کلمه شه دانسته باشی که چی مطلب بوده کلمه، از آثار معلوم میشه. کدام دبی قدر ختم گریانی آمد، یک نفری دمی صف گریان کرد. خود چرا از انصاف کار نمیگیری؟ علتش است که همیشه دنبال امی نعوذ بالله هوا و هوس رفتی، بابا و نیاکان رفتی، رسم و رواج رفتی، اصل حقیقت دین از پیشتان باقی مانده. خب ما دل ما میسوزه، باز دل ما میسوزه. باور به الله بکنید دل ما میسوزه که نکنه اتبعوا ما انزل الله، تابعداری کنه از آن چیزی که الله نازل کرده. سخن من نیست، این سخن الله متعال است. قرآن برم میگه، الله برم خطاب بکنه، اتبعوا ما انزل الله، آن چیزی را که الله نازل کرده. فیصله موتو سر قرآن و حدیث شو. نزاع و جنجال چرا بکنیم؟ این اسقاط است یا نه؟ فلان کار است یا نه؟ رجوع میکنیم. امی قرآن تم قبول داری نه؟ حدیث پیغمبر تم قبول داری یا نه؟ نه سخنی من، نه سخنی تو، نه سخنی کسی دیگه، سخن الله و رسول الله. چرا جمع نمیشیم؟ چرا نمیشینیم؟ موضوع حل است. کی میگه؟ اینجا برادرای ما احساساتی میشه. فلانی آیت بی فقه امام اعظم رحمه الله تشریح کرده نمیتونی. او مردکه تو را الله عقل داده، این 3 مذهب دیگه فقه امام ابو حنیفه را خوانده که علما و عمل کرده رو ایسته که تو هم کلی دین در اینجا جمع کرده. ما خو امام ابو حنیفه رحمه الله را بد نمیگیم، او خو سلفی ماست، او خو امامی ماست، او خو مجتهدی ماست، او خو عالم بزرگی ماست. ما تو را میگیم که رواجا و عنعنات دین جور کرده، بدعت ها را دین جور کرده، نامش مذهب حنفی مانده، تبا بدنام کرده مذهب. تو را ما میگیم که نکو، ایره نامشه چی نمان، بیا تسلیم شو به ما انزل الله. هر مسئله فقه را ما طول میکنیم، ترازو داریم قرآن و حدیث، موافق قرآن و حدیث باشه علی الرأس و العین، سر رو چشم ما. اما اینطور موضوعی که مرا از سنت بکشه، برم نوشته کرده زن مسواک زده نمیتونه، باید ساجق بجوه. در کجا آمده؟ عایشه رضی الله عنها بهترین زناست، او مسواک زده میتونه، برای از این سنت است. لیکن زنای ما در عمر قسم حالش بده، غیر از همون کسایی که الحمدلله عقیده را گرفت حالی مسواک شناخته، به زنایتان قسم بده در عمر مسواک شناخته، در دهن زده، از سنت بزرگی رسول الله کلی عمر محروم باقی مانده و نمانده. لیکن سنت های خود ساختی دیگر را باز برجور کردی به نام اعتکاف. ثابت کو بچش، ثابت کو که زن اعتکاف در زمان صحابه در خانه نشسته باشه به نام اعتکاف پیدا میتونی. چیزی که نیست تو ثابت میکنی. زنان را امر میکنی در خانه تان اعتکاف بشینی. ازواج مطهرات در حجره خود نشسته نمیتونستن که می آمدن بلا زده بود چه که خیمه را در داخل مسجد نبوی، مسجد سری نمازخانات تنگ کنه. میفهمید دین یا نه؟ چرا اینطور میکنیم؟ ما اینطور نمیگیم. مسائل است که ما را تباه و برباد کرده. دعای قومه و جلسه را برای ما نگفت که این دعای قومه است، این جلسه است، این قدر دعا خوانده میشه. تالی را من از چی چیز یاد گرفتم، چی را باید یاد بگیرم؟ قرآن امی گپا برای ما میگه. از او خاطر ما تقلید کورکورانه را رد میکنیم. تقلید چی را میگه، اتباع چی را میگه، اول فرق میکنیم، بعد از او خود به خود گپا معلوم میشه. دنبال کسی رفتن از روی دلیل که سند داره، یک سخن گفته تو سخنش قبول میکنی. چرا؟ به خاطر که سند داره.
این اتباع گفته میشه. اتبعوا ما انزل الله، آن چیزی که الله نازل کرد از او پیروی کنید. ما انزل الله دلیل است، هرگاه دلیل پیش کرد، هر کس پیش کرد، تنها امام احمد ابن حنبل نه، تنها امام مالک نه، تنها امام شافعی نه، تنها امام ابو حنیفه نه رحمت الله علیهم. هر عالمی که یک مسئله را مستند به دلیل پیش کرد علی رأس و العین بپذیر. این را اتباع میگه و دین نام اتباع است. اینجا مشرکین هم بل نتبعو گفته، کلمه نتبعو را ذکر کرده، لیکن و به زعم و گمان خود امی تقلید آبا و یا پیروی آبا و اجدادم برای خود چی میدانه؟ سند میداند، دلیل میدانه، دلیل میدانه شه. از او خاطر نتبعو میگه. خیر از کجا کریم؟ ما را کسی مکلف کرده که پشت یک شخص بریم؟ داریم کدام سند و دلیل؟ تقلید چی را میگه؟ یک مشهور تعریفش قبول قول غیر بلا دلیل، قبول کردن قول غیر بلا دلیل. اگر بلا دلیل اینطور بگیم قبول کردن قول غیر اونطور قول که او دلیل نداره، او قول دلیل نداره، او را تو قبول کنی، این خب الله برات گفته ولا تقف ما لیس لك به علم، نرو از پای نشو از آن چیزی که علم و دلیل نداشته باشه. اگر بلا دلیل صفت قول قبول بکنیم، قبول کردن بلا دلیل قول غیره، قبول کردن بلا دلیل بگویم قول غیره ممنوع است. دین از این منع کرده، چطور ما قبول کنیم؟ این خود از سر نارواست که قبول کنیم، از قبول کردن خود ما ممنوع استیم. خو لیکن قولی کسی را بلا دلیل نداشته باشه این را قبول کنیم، این هم ده آیت آمد که قبول نشود. ما تابعداری میکنیم، این را اتباع میگه. خب بله، مسائل غیر منصوصی موجود است، نستش نه آمده. آلی یک نفر عالم از خود کده خیلی ماهر، خیلی فامیده، بر ما موقع نیست، یا خودم نمیفهمم، یا فرصت برم نیسته، موضوع آمده نصی صریح وجود نداره، او عالم کاوش کرده، تحقیق کرده، از همون خاطر او را مجتهد میگه که او در این آیت خوب داخل شده، این آیت اینی حکم سرینی، اینی حکم مرتب شده. چرا مرتب شده؟ علتش چیست؟ سببش چی است؟ شرایطش چی است؟ کل ازیرا ای تحقیق کرده، از او یک قول کشیده. آلی تو تابعداری نمی شخص میکنی، با این خاطر میکنی که این مردکه از اینی آیت از اینی حدیث کوشش کرده مسئله را کشیده از آیت و حدیث. از این خاطر تو نمیکنی که این مسئله را فلانی کشیده قبول دارم. نه، همین مسئله را که هر کس بکشه قبول دارم. علامه تابعداری به حق ازی کدام است؟ اگر آلی پسانتر یک شخص دیگه از همین آیت همین مسئله را قسم دیگه کشیده و او کشیدنی از او از این کده قویتر است، مستندتر است، آلی این قول این نظر را اعلام میکنی، کدام هم میگیری؟ او دیگر را میگیری. چرا گرفتی؟ به خاطر که دلیل از او سریازی چی شد؟ قوی شد. دلیل از او قوی شد، از خاطر تو گرفتی. این مردم میگه اتباع. تقلید الحمدلله علما قاطبتاً بدی از این بیان کرده، علمای احناف اینطور نیست. چرا؟ همین علمایی که خودم مقلدم گرفتن، نام خودم مقلدم مانده، با این مفهوم نیست مثل امروز وارد که از روی تعصب عناد ما حدیث پیغمبرم قبول نکنیم به خاطر که بگیم که در مذهب ما نیست. و در جایی که علمشان رسیده که اینجا مسلک دیگه، مذهب دیگه قوی است، در مو مسئله انفراد کرده، رفته مو مسلک دیگه را پذیرفته، پابند یک مذهب نبوده. و امروز علمای قاطبتن جهان خصوصا در دیار عرب علم شما پیدا نمیکنی که خدا منسوب به یک مذهب بکنه. زمان فتوا میده، از قرآن و حدیث فتوا میده. علتش چیست؟ علتش همیست که چرا ما خدا منسوب کنیم به یک نفر؟ کتاب یک عالم خوانده بریم دیگه کتابا را نخوانیم. شده میتونه عالم دیگه کتاب نوشته کرده سندش قوی باشه حدیث، تو آورده سند ضعیفه و آورده سند قوی را، تو آورده حدیث ضعیفه برای خود دلیل کرده و آورده قوی را. به طور مثال در فقه حنفی سری اگر کسی خنده قعقد نماز بکنه وضویش هم میشکنه، نماز خود چی میکنی؟ وضو هم میشکنه، حالا که حدیث سندن ضعیف است.
اینالی دو عالم حدیث آورده، از یکیش قوی شده از دیگه ضعیف. تو مجبور هستی که قوی را تابعداری کنی، نه ضعیفه. چرا اگر عالم پشتی ضعیف میری پس خیر تو تابع دلیل نیستی، تو تابع دلیل نیستی. این دین گفته نمیتونیم و دین شده نمیتونه. ما که امروز تاکید سری مسائل داریم به خاطر منظوری ما است که ما حقیقت دین خدا آگاه شویم. البته کدام نظری که ما میدیم ما نمیگیم دنبال ما بیه، ما به دوستا همیشه میگم که تحقیق کنی، خودت تا یک جای برسانی. و وقتی که میگیم که ما پیروی از این بکنیم مفهوم از این نیست که نعوذ بالله توهین کنی امام ابو حنیفه رحمه الله یا مذهب حنفی را یا مذهب شافعی را یا امام شافعی رحمه الله را. نه، ما فقط اونمو تصور غلطی که در ذهن مردم در حق مذهب پیدا شده، در حق امام مذهب پیدا شده، امو تصور غلط زائل شود. کدام تصور غلط؟ یک تعداد مردم ما عقیده داره، حتی مولا برم قسم خورده که امام ابو حنیفه رحمه الله یک مسئله شام خلاف حدیث نیست، پیش ما قسم خورده و بعد از اون محکم از دستش گرفتم که شور خورده نمیتونی، شور خورده نمیتونی. اول جواب برم بده که چرا شاگرداش مخالفت کرده که یک گپش خلاف حدیث نیست، شاگردا چرا مخالفت حدیث کرده؟ مجبور هستی یا شاگرداش طعن بگو نعوذ بالله، مخالف بگو، جهنمی بگو چرا که مخالفت حدیث پیغمبر میکنه، یا است که بگویی که نه امام صاحب خطا شده. مردکه که ما کم کردم آلی دیگر لاجواب بود، از دور برآمدن نمیتونست. ما گفتم نه شاگردایش مخالفت کرده یا نه؟ گفت کرده. ما گفتم خلاص، یا شاگردایش طعن بگو که هم مخالفت و بیادبی استاد کرده و هم مخالفت حدیث رسول الله. تو میگی که هر قول امام ابو حنیفه رحمه الله موافق حدیث است، یا است که قائل به این میشه که نه امام صاحبم خطا شده انسان است. آخر مجبور شد گفته والا خطا شده انسان است. خلاص به مردمی تصور ندیم که امام ابو حنیفه رحمه الله قطعا خطا نشده، معصوم است، مثل پیغمبر واره و کل گپایش حق است. پدری تیر زمه را زاده نمیتونه، هیچ مذهب بالا زاده نمیتونه. اینی دین است. ما در ذهن مردم میشانیم که معصوم تنها رسول الله است. ابو بکر رضی الله عنه معصوم نیست، در بسیار موضوعات خطا شده. عمر رضی الله عنه معصوم نیست، عثمان رضی الله عنه معصوم نیست، علی رضی الله عنه معصوم نیست. معصوم تنها رسول الله است، تنها رسول الله است. و مردمی تصور نکنه که یه مذهب یک وحی آسمانی است پایین شده او فعلا مردم چی نظر داره؟ سه مذهب دیگر باطل میدانه، ناحق میدانه. چرا که خود حق کردی، حق چهار دانه خو نمی باشه. در امور متضاد دو چیز حق شده نمیتونه، در امور متضاد. یکی اموری که در نوع میه افراد دایش میه، مثلا بالا کردن دستا تا سینه را، شانه را، زیر گوش، سر گوش، این بالا کردن است، این انواعش است. هر چهار نوع از پیغمبر نقل شده، این تضاد نداره در بین خود، این تنوع میگه. یکی مسائل است که تضاد داره، خون وضو را بشکنه نشکنه، آسان. این تضاد است، هر دوش جمع شده نمیتونه. مجبور است یا مذهب حنفی را حق بگو که میگه مشکنه، یا مذهب امام شافعی را حق بگو که نمیشکنه. کدامش میگی؟ هر دوش حق شده نمیتونه. بسیار موضوع آسان است، یک کمی که تعامل بکنیم، تعصب و ضد و عناد دور کنیم، پرده های نعوذ بالله ضدیت اوسو کنیم. حق قبی تو روشن برای آدم واضح میشه که ما دنبال چی برویم. قرآن اینجا امی گپا را برای ما بیان میکنه. ما مامور به اتباع هستیم، نه به تقلید. اتباع تابعداری و پیروی به دلیل، تقلید تابعداری بلا دلیل. بلا دلیل ما پشت کسی رفته نمیتونیم او باید نرویم، این دین نیست. چرا؟ الله مزمتش بیان کرده. و اذا قیل لهم، زمانی که گفته میشه برشان اتبعوا ما انزل الله، تابعداری کنی از آن چیزی که الله نازل کرده. الله که نازل کرده دو قسم وحی است، یکی جلی قرآن کریم صراحتا ملک آمده، یکی وحی خفی است که بالای رسول الله در ذهنش در فکرش الله متعال انداخته و بعد از او تاییدش کرده که و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر از خود نطق نمیکنه بلکه وحی از جانب الله شده، برش در قلبش می گپ انداخته شده، حق است. قالوا، یا گفتند جواب، بل نتبعو منزل الله را تابعداری کنی. تابعداری منزل الله ایمانا داره. قرآن و حدیث یک دفعه در مطالعه قرار بده،
ببینید دقت بکنید این مطالب و مضمونش، ماموراتش، منهیاتش، تمام برنامه هایش که چطور است. ادنا تأمل بکنی میفهمی که این کتاب به کدام طرف دعوت میده و چی مزایا و خوبی های داره، چطور کتاب است، خود به خود تو را جذب میکنه. بیایید تابعداری زیرا بکنیم. قالیا میگه بل نتبع، بلکه ما تابعداری میکنیم ما آن چیزی را الفینا آبانا پدرای خود سرش یافتیم. راه و روش پدرای خود اعلان کردنی نیستیم. ما از کی گله کنیم؟ ملا صاحب دستری منبر به مردم صراحتا اعلان میکنه او مردم فرقه ها زیاد شده، رای پدرایتان اعلان نکنی، رای پدرایتان. رای پدرا را در دیگه کلی چیزا اعلان میکنه، در کلی چیزا اعلان کرده. پدرش یک دانه خانه داشت، 4 دانه تیر زده شده بود، اتاق قلایده نبود، 4 دانه تیر زده شده بود. در یک گوشش گوا بسته بود، در دیگه گوشش گوسفندا، در دیگه گوشش مرکبا، تنور بود، صندلی هم از پوستا، جعفری برش میگفت از پوستا را یک جای کرده بود، از او جور کرده بود. کالا را هم لچ میکردن، امرای میمان، امرای زن. ملا نوبت بود، هر چیز که بود دم یک خانه بود، 7 برادر دم یک خانه در زیر یک صندلی خواب میکرد. چراغی تر گروپا و ای قندیلا نبود، از چوبک 3 شنگگک تیل شرشم انداخته میشد و پخته لوله شده بود، او را داغ میکردن. اینی روش بابا و اجدادش است. ای را یک کیشه نگذاشته، یک کیشه نگذاشته، اینطور دور کرده که پرسان نکن. آلی هر شخص بری خود علایده اتاق داره، بچه علایده، دختر علایده، تشناب در پالویش، امرای تمام امکانات. اینجا تابعداری پدرها را نمیکنه، تابعداری پدرها را نمیکنه. پدرایش چی رقم پدرها بود؟ از مابین قریه 10 نفر دستکری و نوکری در وقت میرفتن، دیگه مسافری قدر زیاد نبود، فراوانی خوراکبابی قدر بود الحمدلله که هیچ پرسان نکن. 10 نفر اسکر یک روز کی را کار نمی گرفت. امی مردم میگو فلانی مسافر است نوکریست، گندمش رسیده، زمینش دعو شده، هر کس میرفت کمک میکرد. فلانی اولاد نداره، مالش ایلا کنه ببرید کو. پدرای تر کمک میکرد، محبت بوده بین. امروز چی است؟ برادر به برادر به الله قسم 1000 روپه کارش میشه، خب اگر 1000 روپه هم برش بده، برادر با برادر. خب پدرها چی رقم پدرها بود؟ پدرها بسیار سنگین پدرها بود. بچهای کلان جوان، آگام نبود که دختر جوان شده یا بچه جوان شده، هیچ نمیفهمیدن. امروز بیبی تلویزیون امان دهید تفلکای خوردی تانم تمامی گپاره یاد دادی، کلی گپاره. پدرها خو عزت داشت. مادری ما پیراهن کلان داشت، 5 متر پیراهن نمیشد، به خاطر که دامن خیلی کلان باشه، چسب نباشه، چادری کلان بود. امروز بیبی یک دختر دیدم به الله قسم، اگر ما ایران ماندم که او لااقل به خود نمیدید که خجالت بکشه که ما چی چیز پوشیده. پدرها بود. فقط در دین، در پیروی شیطان، در پیروی ابلیس، در عملی کردن عنعنات کمرشکن، در کارهای بی‌حیایی، اونجا باز ما داد از پدرها میزنیم و مولای ما در سر منبر ما را میگه که پدرها را اعلان نکنیم. در شرک و بدعت، در پیر پرستی، در قبر پرستی، در چنار پرستی، در زیارت پرستی، در توتکا پرستی، در این پرستی پدرها را اعلان نکنیم، دنبال پدرها بریم دیگه نه. او مرد که تحقیق شده، سابق پدری من یک کتاب داشت، در تاق مانده بود، او تاق داشتن واریم نداشت، 1 دونه کتاب بودم قلمی نوشته کرده بود. روزگاری که درس میخواند، در روز درس میخواند، امو درس نوشته میکرد، از کتابچه کتاب جور کرده. برای من الحمدلله الله اینطور نعمتا، یک کلیک میکنم 1000 عالم بیانش شنیده میتونم، 1000 تفسیر سر یک آیت تفسیر میتونم، کلی که حدیث جمع میتونم. امروز تو چرا در جهالت در دنبال پدرها بروی؟ کدام پدرها؟ پدری که واقعا باز پدر بود، مرکز علمی داشت، پدری که قمار زده، پدری که دزدی کرده، پدری که شراب خورده،
پدری که نعوذ بالله رقص کرده، پدری کدام قسم پدر؟ تعجب است. قرآن امیر میگه، الله میفرماید اولو کانه ایتبعون، آیا یا تابعداری میکنه پدرها را اجدادا نیاکانه، ولو کان آباؤهم، اگرچه پدرایشان نه قوت عقلی داره نه قوت نقلی نه علمی، لا یعقلون، اگرچه پدرایشان لا یعقلون شیئا، نمیدانن چیزی را، الله قوی تفکرم برش نداده، عقلم نداره، سنجشم نمیتونه، ولا یهتدون، هدایت یافته، علم از دیگه جام نگرفته، یعنی نه نقل داره نه عقل داره. اگرچه پدرایشان اینطور است باز دنبال پدرها میره. الله بدی از یارا بیان کرد، مشرکین بدیش الله به این بیان کرد که با وصفی که ما انزل الله موجود است یا بازم دنبال پدرها روان است. اگر ما و تو قرآن و حدیث موجود باشه و بازم دنبال رای پدرها بروی، چی جواب داری؟ یا آیت مصداقش تو میگردی یا نمیگردی؟ اصلی آیت در مورد یهود است. چرا؟ به خاطری که وقتی برشان گفته میشود، پیغمبر علیه السلام میگفت که بیای این دین محرفیتانه، این دینی که شما تغییر داده، این را بگذاری به دین جدید که از طرف الله آمده، اینن تایید شده است. یا میگفتن نه اجداد و نیاکان ما خیلی مردمای عالم بودن، علما بودن. الله سرش رد میکنه که نه، علما کجا بودن؟ کتابای محرف خوانده بود، او وحی آسمانی که علمش بود و ختم شده بود، مردم هواپرست شده بود، ملا و عالم از جان خود هر چیز در کتاب درج کرده بود، پیروی اونمو را میکرد. شما پیروی هم از او را میکنی. یک نفر خیلی تیتک میزد، مذهب حنفی تو نگو، مذهب حنفی را منکم مردکه، بسیار زیاد سخت شد. از پیش سوال کردم، ما گفتم چطور است؟ اگر کسی قرآن کریم پیشاب نوشته کنه مسلمان میمونه کافر؟ گفت کافر میشه. ما گفتم کتابت ذکر کرده مردکه، فتاوایت ذکر کرده، بزرگترین فتاوای نیست شما از جان خود کامپیوتر میکشید. ما گفتم کتاب پیدا کن برو، اما مولایی که تو داری از پیش سوال کو فلانی کتاب بیار که صفحه شد، برش نشان دادیم زیر عرق شده بود، خدا شور داد. ما گفتم بگو کافر میگی مردکه ریانه، چرا طور میکنی؟ نکو همی دنبال روی نکنی. الله براتان قوت تحقیق داده، استدلال داده. البته این تحقیق توهین برای چی نیست؟ نه توهین به کتاب فقه است، نه توهین به امام است، بلکه این الله متعال برای استعداد داده. اگر طور بود یک عالم بعد کتاب نوشته نمیکرد، فقه جور نمیکرد، پیروی کی نمیکرد؟ صحابه خیر القرون است، رسول الله برش خیر القرون گفته، تابعین بعد از تابعین پیروی میکردی، خیر و خلاص. باز دیگه ضرورت چی بود؟ افسوس است. بازم تا آلی را ما بسیار تعجب بکنیم که تا آلی را علمای برجسته ما همین نکته آسان پی نمیبره، بازم مردم دعوت به چی میده؟ تقلید. و میگن که نه، اگر از مذهب برایم هواپرست میشیم. از مذهب برآمدن هواپرستی نیست، ایره ما رد میکنیم. اگر کسی از مذهب میبراید خویی را شما میکنیم، ما نمیکنیم. شما چرا میکنی؟ زنی خدا که 3 طلاق بده باز مجبور هستی که پیش ما بیای، برای ما میگه که چی کنم؟ اینی را هواپرستی میگه. پیش ما که بیایم برش میگم که تو حنفیستی یا آلی مقید به کدام مذهب نیستی، پیروی کتاب الله و سنت رسول الله هستی. تا وقتی که تو قطمه قبول نکردی پیروی کتاب الله و سنت رسول الله را و ترک تمام مسائل مذهب، تمام مسائل مذهب به این معنا نه اون مسئله که خلاف حدیث باشه، خلاف قرآن باشه، تو را ما فتوا نمیدم. باز تو چیستی؟ هواپرست هستی. در این مسئله دمر رجوع کردی. وقتی که خونیت برآمد شافی مسلک میشی، وقتی که خوای پخته خورس کرده همینطور جای به جای نشستی بگو حنفیستم، وزیم بیخی میده نشده، خلاص دیگه در هر حکم آسان دویده برو. ایره مردم میگه هواپرست و ایره تلفیق میگه تلفیق. از هر مذهب حکم آسان بگی نعوذ بالله عملی کرده برو. ایره چی میگه؟ الحاد و بیدینی میگه، هواپرستی میگه. ایره هواپرستی میگه. نه، پابند ازی باش که چیزی را کتاب الله و سنت رسول الله فیصله میکنه، خلاص اونو را ما پیروی میکنه. الله در اینجا مزاحمت از یارا از یهود بیان کرد. تابعداری اینطور کسا را میکنه اگرچه نه قوت عقلیشان قوی است که استدلال به عقل بکنه و نه قوت نقلیشان، یعنی دیگه عالم هم نداره که برای ازیا بیان کرده باشه
و بازم پیروی میکنه. و مثل الذین کفروا کمثل الذی، الله بیان حالاتی از یاره میکنه. دو توجیه در آیت است. یک توجیه استدلال کفار و پیروی از آبا و اجداد به مثل آواز دادن چوپان به سوی بوز و گوسفند است. مثل که بوز و گوسفند نمیفهمه حقیقت صدای چوپانه که صدای چوپان مطلبش چیست، ما را در کدام طرف دعوت میده. این همی قسم استدلال این مشرکین به پیروی آبا و اجداد یا نمیفهمه که آبا و اجدادشان چه حقیقتشان بود، راهیاب بودن یا نبودن. محض فقط مثل که به مال آواز میدی، این مردم هم همینطور میگه که ما پیروی کیستیم، پدر و آبا و اجداد هستیم. یک توجیه است. بنابراین توجیه اینطور میشه. و مثال الذین، مثال او کسانی که کفروا، مثال استدلال کردن او کسانی که کفروا کافر هستند، استدلال از جا بی نتیجه، بی مفهوم، بی مطلب، بی هدف که هیچ حقیقت نداره. کمثل الذی، یعنی به مثل او شخصی است که آواز میده بما، به او چیزی که لا یسمعون، نمیشنوه، یعنی به او مال، به او بز و گوسفند آواز میده که نمیشنوه، الا دعاء، مگر صدا را، سر و صدا را، و نداء، آواز، خلاص. یک شور و شغب میشنوه دیگه مطلبش نمیفهمه. مثل که اونمو مال مطلب نمیفهمه، از اصل مقصد آگاه نیست. این کفار که استدلال به پیروی آبا و اجداد میکنه، یا هم حقیقت استدلال خدا نمیفهمه، بیچاره را. یک ترجمه است. دوم ترجمه این مثال است، مثل الذین، این کفار به مثل مال است، مثل بز و گوسفند است، مثل بز و گوسفند است. ای پیغمبر علیه السلام، دعوتی از یا به مثل ازی که تو یک چوپان بز و گوسفند دعوت میده، چوپان غمید رمه را خورده، چایبیه برش میگه که دور بخوره، به خاطری که تنا میشه، گرگ میخورشه، در جای خراب میره، در جای بیالف میره، تباه میشه، برباد میشه. چیخ زده رئیس تا چوپان و چایبیه چایبیه چایبیه، ولی او بز و گوسفند نمیفهم، طرف هلاکت خود روان است. این مشرکین رسول الله حیثیت چوپانه داره، صدا زده رئیس بری مردم که او مردم دور بخوره، خود هلاک نکنه. برای شما قانون آمده، مطابقی قانون زندگی تان عیار کنه، این سبب نجاتتان است. این سبب شما یک دفعه عمل سریعی بکنه، اگر نقصانی تان بود، ما گاهی اوقات میگم شما همین گپای ما را یک دفعه سری خود عملی کنه که سر نقصان داره یا نه، یا نقصانی مالی یا بدنی یک چیز براتون داره یا نداره. چرا شما فرار میکنید؟ چوپان چقدر دلسوز بالای رمه است، پیغمبر چقدر دلسوز بالای مشرکین مکه، لیکن وا جواب خشک میده که ما پیروی بابا و اجداد بکنیم. امروز همی گپا چقدر زیاد است. هر ریش سفید، هر جوان بر من چیزی که پدر و مادرم کرده گپای تو را قبول ندارم، قرآنم بگویی در ترجمهت نمیم، سکار ندارم. ببینی کفر چی را میگه؟ کتاب الله را برش میخوانی، قرآن میگه من این را قبول ندارم، بابا و اجداد پیروی میکنه، چیزی که بابا و اجدادم کرده. ببینی این قرآن خموطور بیان نمیکنه، این خو اینی مردم را میگه، اینی مردم سبا جنازش خوانده میشه میگی مسلمان بود، این خو قرآن قبول نمیکرد. این گفته بود که نه، پیروی بابا و اجداد این دین است برای من، قرآن برای من دین نیست، حدیث برای من دین نیست. نه قبول کردن شاخ نداره که یک آدم استاد او مردم من قرآن حدیث قبول ندارم، اینی نه قبول کردن است. در مقابل رواج پدر و بابا قرآن و حدیث ترک کردن نه قبول کردن قرآن و حدیث است. خودشان میگه که در دوزخ هم بریم، ما بان کی خطی پدرای خود در دوزخ بریم، سایکو راضی است. کسی که به دوزخ رفتن راضی باشه. تا این اندازه را گپ است. قرآن مزامتی او مردم به می خاطر بیان که رسول الله را بیبی، دلسوزی از زیر بیبی. او آمده که مردم ملت جور شود، درست شود، عزت پیدا کنه، انسانیت بشناسه، زندگی پر امن، پر محبت، فضایی که بالکل صمیمیت در او حاکم شود. به این خاطر دعوت میده، مردم میگه نه ما پیروی چی را میکنیم؟ بابا و اجداد. مردم هم میگیم که بیاد توی در شریعت اینی رقم است، نه انانه ما اینطور است. بری دیگه در اورانوس توی کرده، بری که کمری کی میده میشه، بچه کی در کشتی های یونان غرق شده رایسته. هر روز که خبر همیشتوی یک قافله افغانی ها چیسته، یا در قفص های استرالیا بندیست، در یونان یا مایا خورده شد. تو ما چرا خیرت است؟ اینجا توی که قرضدار شد ولی در این کارا پوره نمیشد، بعد اونجا بره. اینی کاراست، در بدر شد خدا توسط یه نمی رواجا، اینی عنعنات.
بجای از اینکه ما دین عملی کنیم، خود تسلیم به دین الله کنیم، برویم سوال بکنیم رسول الله چه قسم توی کرده، صحابه چه قسم توی کرده، به کدام سیستم، به کدام شیوه، به کدام طریقه، آسان بود، سخت بود، چی بود؟ نمیکنیم. دین خیره نمیگه تنها یک الله اکبر نماز بخون مسلمان هستم. مسلمانی ایره میگه که تو مکمل تسلیم به نظام الله باشی. نظام الله برای تو چی فرمان میده؟ و مثل الذین، مثال کسانی که کفر و کافر هستند، که مثل الذی، مثال اینمی داعی به مثل او کسی است، ینعقو که آواز میده، بما به او تر آوازا، لا یسمعو که نمیشنون مخاطبش، الا دعاء مگر سر و صدا و نداء، آواز شور ماشوره. چرا نمیشنون؟ صم بکم عمی، یا کر هستند، گنگ هستند، کور هستند، فهم لا یعقلون، پس یا عقل نداره است، عقل کار نمیگیره. وسائل فهم انسان چار است. چار است. گپی دیگه کسا بشنو، با چشم سر خودت بی فایده یک چیزه. سوال از کسی بکو که اینی مفید است یا مضر است. خودت فکر بکو که مفید است یا مضر، کدامش است؟ چار راه برای فهم انسان وجود داره که خود ده هدف میرسونی و هدف خوب در دست میاری. لیکن مردم با وصفی که الله امی امکانات مکمل برشان داده بود یا از بین برده بود. الله میگه یا کر هستن، کر خو نبودن، گوشای کلان کلان داشتن. میگن بکمن، زبان یا خو گنگ نبودن. اتو تعنو لعنه، بالای پیغمبر میگفت گاهی کاهن، گاهی ساحر، گاهی شاعر، گاهی صابی، گاهی مفتری، گاهی کذاب. اینطوری گپا را میگفت. یا خو اینطور زبان داشتن. عمیان کور هستن، چشمای لق لق، یا خو کلان کلان داشتن. فهم لا یعقلون، عقل داشتن. یک روز هم رفتن نرفتن نعوذ بالله گندگی را میخوردن، عقلم داشتن. لیکن اینمی اسباب و وسایل که الله برشان داده بود در وجودشان موجود بود، در کار نه انداختن. قرآن میگه هر کس که از نعمت الله استفاده درست نمیکنه، مثل که او هیچ نباشه، نداشته باشه. از همون خاطر است الله چرا عذاب میده؟ این مردم چرا عذاب میده؟ الله متعال برشان فراهم کرده زمینه را برای فهم مطلب، برای شناخت حقیقت، برای پیدا کردن راه درست. توسط وسایل، این وسایل در کار پرتو خودت تا یک جا برسان. از همون خاطر ما میگیم که تقلید درست نیست، دنبال روی درست نیست. الله وسیله برات داده، امکان برات داده، تحقیق کو، پیش برو تا که اطمینان کاملت پیدا شود که اینی موضوع حق است، اینی مسئله دلیل و سند داره، اینی نداره. این امکانات است الله برات داده در کار پرتو تا که حقیقت برات واضح شود. تعجب است، امکانات الله برات داده لیکن تو در کار نمیپرتی. بله ما در کار میپرتیم، خود کار دنیا. چشم ما تیز است در دیدن فایده، پرسان نکو رای فایده. یک قدر صبحی وقت میبرایم، تاریکی میباشه سرک گم نمیکنم، رای دیقانی خود گم نمیکنم، رای کوی خود گم نمیکنم، دنبالش روان هستم. فایده رای طور میشنم که پرسان نکو که اگه اعلان شود که اینی کاری طور است، وقت خود رساندم که از دستم نروه. در زبان قدر تیز هستم، اگر کسی برای من چیز نده اینی قدر زبان میکشم، حقم است برای من بده. عقلم در کار انداختم کدام کار خیلی مفید است. تو بیا بان شفتالی را نمیخرم که زود گنده میشه، سیاه میشه، تاوان میکنم. نه ولا خوب است، اما میخرم خیلی وقت باقی میمانه. این قدر فرق توسط عقل میتونی. لیکن در چی در کار انداخته نمیشه؟ در مورد شناخت دین. در مورد شناخت دین نه هر چیزی که ملا گفت، هر چیزی که فلانی میکنه، هر چیزی که فلانی روان و کدام را که فلانی روان است، سرنوشت آخرتیت است. روان شدن خاصان است. الله از پیشت سوال میکنه چطور روان شده بود، با کدام دلیل، چی مزایا را دو دیده بودی، سخن فلان عالم تو قبول میکردی، چرا قبول میکردی؟ وجه قبول کردنش چی بود؟ در هر جمعه در فلان مسجد میرفتی، در جمعه خانی موضوعیت از فلانی مولوی سوال میکردی، چرا؟ سند و دلیل باید داشته باشی. در ده مولوی میگردم از پیشش مسئله را سوال میکنم،
از هر کدامش میگم که دلیل برام بده که برام واضح شود. تقوایش ببینم، سویه علمیش ببینم، روش و رفتارش ببینم، دلسوزیش ببینم، حق گویی و حق طلبیش ببینم. بعد از او باز ما لا اقل همی قدر اطمینان خو برام پیدا شود که ما وقت موضوع از این آدم سوال میکنم، این آدم همی قدر ترس از الله داره که همونطور فتوا از شکم نمیده، حتما رجوع به دلیل میکنه. تو در این موارد یک روز همی کار نکرده ای، فقط در کدام مسجد که کسی برای خود ملا مقرر کرده اگر او یک روز هم درس نخوانده، حافظ جی صاحب است، حافظ جی صاحب چند دانه سورت ها و آیت ها را گردان کرده، خیر و خلاص اونمو را پیروی کرده رایستی. چرا؟ دین پیشید اهمیت نداره. اگر دین پیشید اهمیت میداشت معالجه امراض جسمانی را چقدر دقیق میکنیم، دکتری ورزیده را برش پیدا میکنیم، متخصصه، پروفیسوره، فیس هم زیاد میگیره، انتظارم زیاد آدم میشینه. لیکن به خاطر از که جور شام، اما با جوری عقیده و فکر، با جوری دین و ایمانی خود کسی را انتخاب نکردیم که خوب باشه. من خونه بالا براتان گفتم که اول در مسجد مولا نمیگیره، باز رشته فدا که یک جایشه باز نماینده کی را انتخاب میکنه؟ اما کسی که خیلی خشن است او را نماینده تعیین میکنه برای مولا آوردن. باز از پشت سرم برای چی میگه فلانی یک مولای گزاره‌ای را پیدا کن. مولای گزاره‌ای را میشناسی؟ یک هفته کس برش نان نبیاره، هیچ نمیگم که نان برای ما بیار. اون همونجا افتاده میباشه. این اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر. اینی را مولای گزاره‌ای میگه. یک روز نگفت که او مردم مولا نداریم، این مرکز علمی ماست، مرکز دینی ماست، عالم برجسته در اینجا بکار است، خود ما، اولاد ما، سیاسرای ما مستفید شود. لا اقل از تقریر جمعه، گپای جمعه را خوب بشنوه. نه این گپا نیست. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده، کلوا من طیبات ما رزقناکم، بخوری از چیزای پاکیزه، آن چیزی که ما براتان روزی دادیم. واشکروا لله، شکر گزاری یک الله را بکنی. ان کنتم ایاه تعبدون، اگر هست شما خاص الله متعال عبادت میکنی. در ظاهر تکرار معلوم میشه آیت. پیش هم الله گفته بود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض، ای مردم بخوری آن چیزی که در روی زمین است، حلالا طیبا، حلال پاکیزه. لیکن تکرار نیست، اونجا ریشه عقیدوی داشت. چه رقم؟ اونجا چیزایی را که الله حلال کرده بود سری خود حرام کرده بود، بنابر تقلید و پیروی آبا و اجداد الله سرشان رد کرد که مخلوق الله همه چیز ملکیت الله، الله حلال کرده. شما توسط خرافاتتان، دینی خرافی و بدعیتان از خود قید و بندا کشیده. یک چیز سر یک نفر حرام، دیگر سر دیگر، اینی قسم حرام، اینی قسم حرام. این از کجا پیدا کردی؟ الله سرشان رد کرد کی کار شما کرده نمیتونه. اونجا رد بالای عقیده در مورد حل و حرمت بود. از او خاطر الله گفت که همه چیز را الله حلال کرده. لیکن اینجا چی هسته؟ اینجا الله متعال مؤمنا را امر میکنه که بله الله براتان حلال کرده همه چیزا را پاکیزه، لیکن شرط داره، قیودات داره. مطلق آزادی مطلق نیست که هر قسم استفاده بکنی و هر کاری که دیگه انجام میدی باید انجام بده. نعمت الله را استفاده کن، لیکن به یک هدف درست، برای یک هدف استفاده کن. محض پوره کردن خواهش نفس نباشه که خیلی ما گشنه شدیم بانکی گشنگیم از بین بره. این نیت نکن. رمضان مبارک خیلی تشنه و گشنه میشیم، شام میشینیم و همه چیز بر ما لذتناک میشه. منظوری تنها پوره کردن اینمی لذت ها نباشه، هدف باید داشته باشی مومن. کدام از هدف؟ واشکروا لله، شکر گزاری الله متعال بکنی. این نعمت وقتی که تناول کردی اول از پیشش عبرت بگی، درس بگی. چه رقم درس بگی؟ الله متعال چیزات مهربان است. این میوه که با این ویتامین پایی، با این رنگ زیبا، با این رنگ شفاف چقدر مرغوب است، دل آدم برش چقدر زیاد میشه. ایره چه قسم پیدا کرده؟ ای آب از ایره بی ویتامین از ایره بی از کجا پیدا شد؟ چه قسم پیدا شد؟
خود به خود تو را میکشانه به معرفت الله متعال، خود به خود تو را آشنا میسازه. یک میوه‌ای که در دست خرما را در دست گرفته ای، در وقت افطاری تحقیق میکنی از یک درخت به وجود آمده، او درخت چقدر تنومند است، او درخت به کدام پته پته پیدا شده، چه قسم خوشه میگیره. الله متعال در سری خوشی خوش اینقدر چیزی لذیذ و شیرین و اینقدر قوی چیزه الله پیدا میکنه. یا الله چی ذاتی هستی. وشکرو له، شکر الله را بکشی، تو را به معرفت الله کشانید. آلی الله را بشناسی که الله کدام ذات است. الله او ذاتی است که خرما را در سر درخت توسط چوبکا توسط ریشه هایش از زمین، از خاکی که نه او شیرینی داشت و خاک، نه ای ویتامینا داشت، از اونجا الله متعالی خرما را در اینجا به این سیستم پیدا کرده. الله اکبر. مرا باز پیدا نمیکنه. زندگی ما هدر باشه، بی هدف باشه، خوردن نوشیدن باشه، نه برای یک مقصد پیدا شده. معرفت الله برات حاصل میشه. یکی معرفت الله خود به خود تو را وادار میسازه. این نعمت الله را خوردم، شکر گزاریش بکنم. شکر گزاری چیست؟ باید قدم خودم مطابق دستور الله بگذارم، نافرمانی الله را نکنم. اینطور نه که خرما را خوردم حالی من میگم بسیار مست شدم، بدنم قوی شده، میرم یک چند بکس فلانی را میزنم. نه، مست شده ای برای عبادت الله، قوت پیدا کرده به خاطر عبادت و طاعت الله را بکن که الله در اینطور موقع برای من چی داده. ولی قوت پیدا کردم خیلی زیاد. ریش سفیده که میبینم کراچی را بار کرده تنبار، در جویچک بند مانده، 100 نفر تیر میشه، بیچاره که زور میزنه، یک نفر قطش دور نمیخوره که قطش چی بکنه. این قوت الله به این خاطر برات داده بود که دور بخوری ریش سفیده، یک کمی پیش ببری. بابا جان ببرم تا خانه را. او میگه الله در جوانیت برکت پرده. کلا را اینطور میکنه، برات دعا میکنه، از قلب دعا میکنه، از سوز دل دعا میکنه. موتر در پیشی تسو بند مانده در جویچک، آرن اون پس سعی میکنه الله خود تباید کنه. دلش سوز کرده دمو فرصت دعا قبول میشه. سعی میکنی که اونجا سرملاقی بزنی. پیسم رفت، تاوانم رفت، آبرویتم رفت، عزتتم رفت. دین نامی تابیداری را میگه. دین در یک چوکات زندگی کرده نمیگه. او چوکات از جانب الله برات داده شده. وشکرو لله، شکری الله را بکشی. نعمت برات حاصل شده، شکریش را بکشی. بخوری، الله برات اجازه کرده بود. کلوا من طیبات، بخوری از چیزای پاکیزه که غذا صلاحیت غذا بودن نداشته باشه، فاسد نباشه، خراب نباشه، گنده نباشه، میکروبی نباشه. وقتی طیبات بر ما میگه، قرآن بر ما امر میکنه که چیزی طیب او چیزی میگه که مرغوب باشه، قلب انسان به او تمایل داره، کشش داره، او را میخوری. از او خاطر هر چیز خوب صفا پاک اون شسته. نانه که میاری در جایی در چیزی صفا، امی آب است، در یک گلاس خطی چټل بیاری، یک مرغوب نمی باشه، یک دلت نمیخواه. در وقتی شیشه شفاف میاری، دلت میخواه که بعد ما ایره بخورم. سعی کن. قرآن بر ما میگه طیبات. ما رزقناکم، آن چیزی را که الله میگه ما براتان روزی دادیم. تنبیه براتان داد، آگاهی داد. کمالی تو نیست، مهارتی تو نیست. هر چیزی که در دست میاری، هر نعمتی که الله برات داده، فکر بکنی که الله برات داده، کمالی تو نبوده. واقعیت همونطور است، بالکل همونطور است. نمیتونه خود انسان به مهارت خود ادناترین نعمت آماده کنه. جور کردن و پیدا کردن خود بگذار که آماده کنی برای خود. الله هست که انتظام میکنه. چی رقم انتظام میکنی؟ کل عمر در دکان تیر کردی، لیکن وقتی از دکان میبری، یک نفر وقت صوبکی کچالو و سبزی را مکمل جوش داده، آلی بولانی بر جور کرده برای افطاری. تو اگر پشت بورانی جور کردن میگشتی، 3 ساعت چی میشود؟ ضایع میشود، از دکانم میماندی. الله متعال بود انتظام کرده بود. تو دکانی تا پیش بردی، بورانی فروش اینجا برات آورد، بورانی را جور کرد. نعمت که برات حاصل میشه از جانب الله متعال است. از او خاطر الله میگه ما رزقناکم. دوم اشاره براتان میکنه از ما رزقناکم،
چیزی را که الله روزی داده و قابل خوردن است و قابل استفاده است، اینطور نیست که سری خود حرام کنی. چرا حرام میکنی؟ به خاطر که پدرای ما نخورده. اینطوری کارا را نکن بچه کاکا، الله برات داده، استفاده کن، استفاده کن. از او خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصی آمد جولی دموی مویا چی؟ یک چرک و چتل. پیغمبر علیه السلام روی مبارک از پیشش دور داده و بعد از او برش توصیه کرده ان الله یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده. الله دوست داره که ببینه اثر نعمت خود اثر بنده خود. الله برات داده خب صفا ستره، نعمت الله ده تو دیده شو، ولی برای تکبر نه، برای کلان تراشی نه، برای خود ستایی و خود نمایی نه. الله برات میگه واشکروا لله، شکر بکنه خاص برای یک الله. مراد از شکر گزاری اینجا است کدام نعمت که الله برات داده، برای کدام مقصد که الله این نعمت داده در را مصرف کوشه، استفاده کوشه. اینجا مورد امتحان قرار گرفتی. مال الله برات داده، از پیشت سوال میکنه در کجا مصرف میکنی؟ امو طور لاوبالی هر کس کی برابر شد پودری را میدی؟ نه، تلاش میکنی که جایی را پیدا کنی، مدرکی را. در این روزا چرت میزنی. صدقه فطر میدم، خدا کی بدم؟ فلانی خانه در عمرم ندیدم که او برنج علا را گرفته باشه خورده باشه. از دکان میری برنج علا را میگیری، مردمی ماست صدقه فطر میده، خبر داری؟ شما باور بالله بکنه خورد کم یک چارک گندم از سابق همینطور 6 تا، حالا که 2 کیلو و 200 گرم گندم میشه. صدقه فطر اصلا مد است، دو مد سا است. مد میگه قطی پرخم گندم یا جوی درمیانه را بگی، بعد از او را طول کن. بعد از چی؟ که طول کنی 2 کیلو و 176 گرم، 2 کیلو و 200 گرم، احتیاط دایسته. یا تا آلی را 6 تا که خورد کم 1 چارک گندم، خورد کم 1 چارک گندم. آلی ده حدیث خو گندم آمده، جو آمده، خرما آمده، کشمش آمده، پنیر آمده، طعام آمده. او طعام بعضی میگه که برنج است، بعضی میگه جواری است. جنس باید داده شود، لیکن مردم ما پیسه را بیده. خو 1 چارک گندم قیمت کجا را میده؟ باقی قاضی را. او مرده که تو ده بامیان هستی، قیمتی بامیان سنجش کو که اینجا 2 کیلو گندم چقدر است. نه باز چی میگه؟ خیرات ها را بند کرده ای ملا. تو در صدقه فطر رفتی همون چیزی که خیلی قیمت نداشت اون همون را خریدی. آلی نیم سر جو اگر بده قیمت زیاد است نی؟ از 1 چارک گندم کرده هست یا نی؟ نیم سر هم چی میشه؟ ده چی؟ 2 کیلو و 200 گرم هم جو میشه، 1 کیلو و 100 گرم گندم میشه. گندم نصفش هم صحیح است. در اون زمان در مدینه منوره گندم نایاب بود، هیچ پیدا نمیشد، فقط به مریض اینقدر نایاب بود. از اون خاطر نصف پیمانم صحیح میشد. آلی خود او پیمانه نیست، گندم خو خیلی قیمتش از کل چیز که در گندم ارزان است. خود چرا خرما را نمیدیم؟ چرا کشمش نمیدیم؟ چرا برنج نمیدیم؟ آلی تو خو روزه است، صدقه کو، یکی بر 2 بده، در جای 2 کیلو 4 کیلو بده. تو را کی منع کرده؟ ها؟ لیکن یا پرسان کرده نرخی باقی قاضی را باز هاینده اوجا برات میده، میگه 1 چارک گندم شده. او را باز کی میگیره؟ ملا صاحب لیست گرفته. این مردمایی که صدقه فطر ملا صاحب لیستش گرفته کلش تا آلی را گردنش بسته است، زمیش فارغ نشده. ما براتون اعلان میکنم طعمة للمساکین در حدیث آمده این حقیقیست، مسکین است. مسکین است کسی که کارا را کرده به ملای حساب داده صدقه فطر خدا پس دوباره بده. ما براتون واضح میگم نشده صدقه فطر تو نشده. واشکروا لله، شکر گزاری الله را بکنی، نعمت الله را در جای مناسب استفاده کنی. ما چی نعمت داریم فعلا؟ فهمیدیم در ترجمه قرآن کریم آمدیم، الحمدلله توحید یاد گرفتیم، تابعداری رسول الله را یاد گرفتیم، مزاحمت تقلید فهمیدیم، پیروی کتاب الله و سنت رسول الله را بالکل بر ما واضح شد. آلی در هر میدان دفاع میکنم از حق، در هر میدان قول رسول الله را سری قول کلگی پیش میدان، هیچ قول سری قول پیغمبر بالا نمیدان. از هر کس کی باشه یاد گرفتیم.
میرسانم به دوست خود، به قریب خود، به اولاد خود، به کاکای خود، به مامای خود، به کلگی میرسانم. این شکرگزاری نعمت است. این نعمتش عام بکو به کلگی. ان کنتم ایاه تعبدون، قرآن بر ما اعلان میکنه اگر ما نعمتهای الله را در جای درستش استفاده نکردیم، ما عبادت الله را خاص نکردیم به الله. خاص شدن عبادت الله وقتی میشه که تو شکرگزاری بکنی اما نعمت برای کدام غرض که الله پیدا کرده استعمال بکنی او درست استفاده بکنی. اگر نکردی تو الله را خاص عبادت نکرده ای، بلکه خواهش خود عبادت کردی، مطابق خواهش خود تو کار کردی، نه مطابق دستور الله. از او خاطر الله میگه ان کنتم، که اگر است شما یا خاص الله را تعبدون عبادت میکنی. عبادت یک الله تقاضایش است که نعمتهای الله را در جای درستش به کدام غرض که الله پیدا کرده به مو غرض استعمال شود. انما حرم علیکم المیتة، یقینا حرام کرده الله بالای شما المیتة مرداری را و دم خونه و لحم الخنزیر گوشت خنزیر و ما اران چیزی که اهل آواز بلند کرده شود بهی بالای او چیز لغیر الله، بنیت تقرب، بنیت نزدیک جستن به غیر الله، که نیت غیر الله را به نزدیک شدن به او کرده ای. فمن استر، کسی که ناچار میشه غیر باغ، در حالی که طلب کننده لذت نباشه، ولا عاد، تجاوز از حدی که گشنگی را دفع میکنه از او حد تجاوز نکنه، فلا اسم علیه، نیست گناه بالایش. ان الله، یقینا الله متعال غفور رحیم، مهربان ذات رحم کننده است. غفور است، میا غفرانش چی است، رحمتش چی است. اونجا تحریم تحلیل بود، یعنی چیزایی که حلال بود یا نعوذ بالله بنابر تقلید آبا و اجداد او را حرام میکرد. الله سرش رد کرد. الله حلال کرده بخوری، لیکن فساد نکنی، خرابی نکنی. نعمتهای الله سببی بگوی تکبریتان نشوه، خرابیتان نشوه. آلی چیزایی که حرام است او را حلال بدانه، الله متعال رد میکنه. و میگفتن کدام حیوانی که خودش بمره ای باید حلال باشه، کدامی که شما ذبح میکنی ای باید حرام باشه. چرا؟ شما که ذبح میکنی کشتگی خودتان است، اوی که خودش میمره کشتگی الله است. کشتگی الله را شما حرام میگه، کشتگی خود حلال. عجیب است. الله متعال رد میکنه بله اونجا چرا حرام است که بدون ذبح اونجا حرام میشه، اگرچه الله او را کشته، فرمان الله شده، منظور الله است که اینمی خون به نام الله از وجود حیوان برای بعد از حیوان حلال میشه. عملی بنده دو کارگر شوه، بنده دو عمل بکنه، الله اجازه کرده. اشاره میکنه انسان قدر و قیمتی تا بشناس، یا یک حیوان زنده جان است اما الله ملکتی تو قرار داده، ایره در خدمتی تو قرار داره، از شیریست، از گوشتش، از همه چیزش استفاده کرده است. هر وقت که بخوای ذبح میکنی منقاد و تابعدار توست. تو خدا میشناسی که تو کیستی، آلی تو چی وظیفه داشته باشی. یا نعمتهای الله متعال شکرگزاریش میکنی یا نمیکنی. امی حیوانه که الله برات حلال کرده به طریقی شریعت باید تو ذبح بکنی، نه غیر شریعت. کدام طریقه های غیر شرعی وجود داره؟ بله، یکیش میتت است که خود نفسش میبرایه، یا کدام چیزی حیوان دیگه میزنشه که در سوره مائده میایه، موقوزه و نتیحه و ماکل السبوع بگوی ای متردیه و یا میایه، اونجا میایه در سوره مائده. اونو حالت هاست، ای حرام است، ای حرام است بالایتان. چرا؟ به خاطری که کدام عمل برای حلال بودن از او صورت میگرفت توسط بنده الله صورت نگرفته. کسی دیگه چی نکرده که ذبح بکنه و خون برایه. و دم خونه، مراد از خون مسفوح است، روان در وقت ذبح. و لحم الخنزیر، گوشت خنزیره. و ما اهل به لغیر الله، نظرایی که برای نزدیکی جستن غیر الله انجام داده میشه و صورت میگیره یا حرام است. حرام خو غیر از دیگه چیزا هم است. چرا فقط 4 چیز ذکر کرده الله متعال؟ جواب است این در مقابل کفار در جاهلیت 4 چیز حلال میدانستن، الله گفتی حرام است. معنای از این نیست که دیگه حرام وجود نداره. چرا؟ دیگه حرامه اونه در سوره مائده و انعام بر ما میاد.
در حدیث پیغمبر اسلام ذکر کرده یک جواب است. یعنی این در مقابل رسم جاهلیت امو چیز یا حلال میدانست یا برش بیان کرد که حرام است. یا است که مراد است محرمات دائمی است که در کل ادیان حرام شمرده شده، نه تنها در شریعت پیغمبر، در ادیان سابقه می 4 چیز حرام بوده. پس چطور شده میتونه که یک چیزی حرام کل تاریخا نعوذ بالله امروز شما او را حلال گفته بخورید؟ دو سوم انما حرم علیکم المیتة، مراد از محرمات دو قسم است. یکی پخته محرم است، اینم پخته محرم است. انما حرم یقینا حرام پخته کرده، پخته که هیچ قسم چیز دیش نمیه، حلال بودن دیش نمیه. از چی چیزه؟ المیتة از مرداری و الدم از خونه و لحم الخنزیر گوشت خنزیر. میتة مرداری، حیوانی که بدون ذبح یا توسط غیر انسان چیزی دیگه زده شود و بمره. یکی حیوانی است، پرنده است که توسط چیزایی که شکاریست تو تعلیم داده او علیده برای خود بحث داره. او شکار که میگیره ولو که میبره یا تفنگ میزنی خطی تفنگ میمره، ذبح نمیکنی، را ذبح اضطراری میگه. این شریعت مستثنا کرده، جایز است. در غیر از او چیزی که میتت است این کلش در داخل است که بدون ذبح چیز تا نفسش میبره، این حرام است. چرا حرام است؟ آسان جواب خویسته که الله حرام کرده، خلاص ما بنده الله هستم، الله فرمان داده که حرام است، بس حرام، خلاص. هیچ ضرورت به این نیست که فلسفیش بگوییم که چرا حرام است. اما الحمدلله ما عقیده به این داریم که الله حکیم است. اینطور چیزی که مفید برای انسان باشه الله او را حرام نکرده، حرامو چیزایی را کرده که حتما ضرر برای کی داره؟ انسان داره. ما عقیده داریم، فلسفی ازیره، مطلب ازیره، مصلحت ازیره بدانیم ندانیم، مطابق فرمان الله باور داریم که حتما این مضر است. آلی تحقیقات کرده دنیای کفر خود پشتی گپا میگرده، یا به خاطر خرابی که در اسلام خرابی پیدا کنه، یا نه که اصلا دنبال ازی میگرده که دین چقدر کامل است، گفته های ازی چقدر با اصل حقیقت و واقعیت موافقت داره به معلوم شوه. از امو خاطر دنیای کفر در مورد احکام اسلام زیاد تحقیق کرده رویست. یکی از تحقیقاتش این نمیسته مرداری را دیدن، میکروبا همیشه تلاش میکنه خون در خون برسانه، خود در خون. چرا در خون میرسانه؟ خون اونمو موادی است که در کلی وجود انسان سرایت داره، رفت آمد داره. میکروب تلاش میکنه با واسطه خون که در کلی بدن رفت آمد داره، میکروب خود در مراکز خود برسانه. از او خاطر وقتی که ذبح میکنی الله اکبر بگی، کل میکروبا در خون است، یک دم میبره بیرون. زمانی که حیوان مردار میشه امی میکروبا قطیمو خون در داخل باقی میمانه، یک دم مضر تمام میشه. این فلسفه جدیدش. فلسفه سابقش خود امر فرمان الله متعال است. پس معلوم شد که مرداری حرام است، البته به جز از او چیزایی که شریعت استثناء کرده. استخوانی که چرب نباشه، پوست از زیر رنگ داده، این بالکل چیز جایز است. اما دیگه به هیچ وجه جایز نیست که یک کسی مرداری را بخوره. خلاص الله متعال حرام کرده مرداری را بخوره. در جمله مرداری ما گفتیم چیزی که به ذبح شرعی نشده باشه. ذبح شرعی چی را میگه؟ از طرف مسلمان یک حیوان طوری ذبح شود که دو نام الله گرفتار شود، قصداً ترک نشود، این را ذبح شرعی بر ما میگیم. زمانی که گپ گفتیم که ذبح شرعی معلوم شد که به یک طریقی خاص میشه که نام الله متعال گرفته میشه، به جز از اهل کتاب که مذبوحش با وصفی که هر نام سرش میگیره الله بر ما حلال کرده، به شرطی که اهل کتابی واقعی باشه، مثل که زمان پیغمبر بود، علمانی نباشه، به مو معتقدات خود باور داشته باشه، به مو مذهب خود عقیده داشته باشه. اونو طعام ازوار الله برای ما حلال کرده میتونیم خورده. در غیر از او کدام مرغا، کدام گوشتای این دوا که از چی میاد، از هندوستان، از اینجا میاد، در اونجا معذف مسلمان نیست و نه ذبح شرعی برای مرغا کسی میکنه، بلکه اکثر شما دیده در فیسبوک و دیام نشر میکنه که همونطور کله زده میشه و قطعا تمام موادش در آب جوش انداخته میشه. اگر ما خودی ما ذبح هم بکنیم به دست خود و بعد از اون ناپاک کردن، ناروده
روده و چیزا را نکشیده تو میگیری او را در داخل آب جوش میندازی، او تصرف میکنه امون نجاست ها در گوشت نجس میشه و امون مضراتی که در شکم از تو مکمل در چی میره؟ در گوشت میره، تصرف میکنه. از او خاطر از خوردن گوشت وارداتی بیرونی قطعا خودداری بکنیم. ارامی سریع برش گفته نمیتونیم، چرا حقیقت حال بر ما معلوم نیست، لیکن مشتبه است. هر چیزی که مشتبه شود اصل دو اجتناب از او چیز است. چرا؟ خصوصا که بدیل از اون پیدا میشه. او برغیره که خودی قصاب حلال میکنه در پیش روی اونو را خورده میتونیم. اگرچه در مورد از او هم بسا اوقات تبلیغات میشه که اکثری مرغا را خون میده. امی خونی که در وقت ذبح میره و این خون پس یا میگیره به این مرغا میده و کلی خوراکش خون میباشه، به خاطر که یا چاق میشه خب کلان میشه. اگر کلی خوراک مرغا یا اکثری خوراک مرغا خون باشه اون مرغا خوردنش حرام میشه، نارواست که خورده شود. اگر همی غذایش باشه، اگر این غذایش نباشه هم چیزا را دانه و گپا را برش میپرته علفه و ما میخوره باز حلال است. وقتی که قصاب به دست خود ذبح میکنه از او استفاده بکنه. در مورد دیگه گوشتایی که به نام رانا و گپای چی میه گوا، این را به الله معلوم تحقیق شود زودی که مبادرت کردن به خوردن ازی درست نیسته. چرا؟ به خاطر که چیزی حرام بخوری تغذیه تو نعوذ بالله ملوث میشه او دعایت قبول نمیشه. از او خاطر در مورد خوراک انسان قدم احتیاط خدا میگذاره که مبادا حرام باشه و دمیتت داخل نشه. و دم دیگه خون الله حرام کرده. مراد از خونی مسفوح، یعنی خونی که در وقت ذبح میبراید. خون چرا حرام است؟ فلسفیش گفتم که میکروب کلش در خون است، حالی تو کلی میکروب میخوری از او خاطر حرام است. اما خونای دیگه که شکل گوشت واره منجمد دستور اختیار کرده دیگه او حلال است. ما و شما جگر و تیلی و ایگا پارا که میگیم و هم خون هستن لیکن منجمد شده، این حلال است. و خونی که بعد از او در گوشت باقی میمانه، گوشت سرخ میباشه، او هم حلال است. صحابه کرام گوشت نمیشوشتن، اکثرش امو رقم در دیگ مینداختن، حتی خون بالا میشد سری نمایان میشد در دیگ، از او خاطر میخوردن. معلوم شد که او خونی که چسبیده به امرای گوشت است، این حرام نیست، حلال است. خب قرآن کریم که خونه حرام گفته که حرام است، لیکن در دیار ما، در وطنای ما و شما خونی قربانی را ثوابا میگیره و بعد از او پخته میکنه میخوره. خونی قربانی را به طریق ثواب میگیره، میگه این ثواب هنوز داره، نعوذ بالله چیزی حرامه. در این وطن تا این اندازه را جهالت و تاریکی وجود داره که حتی خون مردم که حرام صریح قرآن است این را میخوره. چی گله کنیم از این مردم؟ شما بگوی که علما خدمت کرده یا نه؟ مردم فهمانده یا نفهمانده؟ چی بگویم؟ و لحم الخنزیر، گوشت خنزیر الله حرام کرده. تنها گوشتش نه، او شامل چربو اما گپایش است. تنها از مویش استفاده در جای سوزن میشه، این ثابت است در حدیث. در غیر از او دیگه خنزیر مکمل نجس است، قطعا هیچ چیزش استفاده نشه. اگر از گوشت خنزیر در ادویه انداخته شود، در خوراکا انداخته شود، قطعا حرام است. خصوصا دنیای مکار غرب امروز میخواه مسلمانا را ضمیرایشان آلوده بسازه، پاک و صاف نباشه، تینت و سرشتی از یار آلوده بسازه، پاک و صاف نباشه. از او خاطر تلاش میکنه در موادای خوراک اکثر از چیزای خنزیر استفاده بکنه، حتی در بسکویتا و در گپا بسیار احتیاط شود. چیزای طبیعی را استفاده کردن، استعمال کردن بسیار هم مفید است، هم فایده چیست، ضرر زیاد نداره، هم شبهتش وجود نداره. از او خاطر زیادتر کوشش به این گپا نکنه. خصوصا در می برگر کسی مرا گفت که اینجا از گوشتای دیگه چیزای استفاده میشه و گوشت از او طرفا به نام مچم چی می باشه. از او خاطر از این طور چیزا اجتناب بکار است. این را یاد داشته باشه کسی که میخواد تقوادار باشه، کسی که میخواد دائم قبول شود در این موارد همینطور چشم پوشی نمیکنه، غفلت نمیکنه، بسیار اساس میباشه. خیر است، استفاده ای را نکن، کشته خودم نمیشه. و ما اهل به لغیر الله، این چهارم حرام است.
این مهم است. این سه دیگر هر کس تقریبا میشناسم و از خیلی کم مردم باشه که مرداری را بخوره، نعوذ بالله، یا خونه بخوره یا گوشت خنزیر را بخوره. نه، اکثر مردم نمیخوره، حتی مردمای فساق و فجار هم نمیخوره، غیر اون مردمایی که نعوذ بالله چی شده. حالی گوشت خنزیر چرا حرام است؟ حرام است، لیکن الله متعال که حرام میکنه بنابر یک مصلحت و حکمت است و ما شما معلوم نمی باشه، خو لیکن در او مصلحت و خصلت موجود می باشه. الله همیشه ما را حکم کرده که حیوان درنده را گوشتش نخوریم. چرا؟ قاعده است که خوراکا در وجود انسان تاثیر زیاد در وجود انسان داره. خوی خاصیت انسان مطابق خوراکا عیار میشه، عیار. هر کسی که از حیوان درنده گوشتش خورد او صفتی درندگی را پیدا میکنه، حتما همیشه در ضمیرش، در فکر و اندیشش حمله بالای دیگران می باشه، حمله بالای دیگران می باشه. الله متعال نمیخواه بندگانش نعوذ بالله سبع یا درنده تربیه شود، از او خاطری حرام است. کدام حیوانی که خصت است، خسیس است، ذلیل است، صفات پست داره، از او حیوانات هم منع شده، از او حشرات هم منع شده که آدم بخوره. خنزیر از جمله امو حیوانان خسیسی است که بسیار صفت غلط داره، صفت نعوذ بالله زشت داره، از او خاطر منع شده. در زمان طالبا یک نفر آمد، خط مؤسسه آلمانی کار میکرد، برای من گفت که مولوی صاحب یکی از جمله کساست از آلمان است، امروز سیاسی خود اینجا زندگی میکنه، او کلان مؤسسه ماست. یک روز در مورد برای من از من سوال کرد که شما گوشت خنزیر چرا نمیخورید، در حالی که گوشت خنزیر لذیذ است، چاق است، این طور گپا است. گفت من جواب نداشتم، از او خاطر آمدم پیش تو که یک جواب برام بدی که ما برای از او بگویم که به خاطر از این حرام است. و ما ایرم گفتم نمیتونیم که قرآن حرام کرده خلاص. او میگه نه، یک دلیل معقوله برای ما پیدا بکن که ما بپذیرم. ما برش گفتم که در کتابای فقه نوشته میکنه که دیوس است، او بعضی در کتابا نوشته میکنه که نجس العین است. دیوس ایمانا که سری ناموس خود غیرت نداره، در دم روی خودش ناموسش نعوذ بالله مورد تجاوز قرار میگیره، یعنی هم خوشحال میباشه. افسوسی است که تا زمانی که دنیای کفر و غرب آمده، الله رحم بکنه، اینطور دیوسا زیاد شده که هیچ پرسان نکن. اینطور دیوسا هم هست که به زن خود میگه فلانی را زنگ بزن طلب بکن، نعوذ بالله نعوذ بالله. دینی وطن از دست همی شبکه هاست که کارا میشه. حیوانات هرگاه تجاوز به مادش یکی میکنه دیگهش مزاحم است. مرکب، سگ، نعوذ بالله شغال، مرغ، هر چیزی که ببینی سری ناموسی خود غیرت داره. یگانه حیوانی که هیچ غیرت نداره ای چی است؟ امی مردکه ماشاءالله اینقدر ذهنی و قاد و فعال داشت. گفت مولوی صاحب صحیح شد خلاص. ما گفتم چرا؟ گفت ما خلاص دیگه ما فهمیدم. این مردکه که پس رفته بود دمو اویلی دروازه تق تق کرده، رفته بود داخل شده بود، باز ختیزن خود نشسته بود. گفت جوابی تا آوردم، جوابی تا سلام انداخته و سلام علی من اتبع الهدی. بعد از اون دستم داده سیاسرش قصدن و بعد از اون نشسته. گفت جوابی تا آورده. گفت بگو. گفت گوشت خنزیر به خاطر حرام است که در یک نکته است. گفت کدام نکته است؟ گفت تو از آلمان هستیم، از افغانستان، همشیره منه، مادری منه، یک دختری بیگانه خواه از وطنی ما باشه. نه از وطن ما هم نباشه، از افغانستان هم نباشه، از آلمانی تو باشه، خو لیکن نام مسلمان سرش باشه. چی باشه؟ نام مسلمان. گفت اگر کج بری همون دختر تو سعی بکنی، غیرتی ما همی قدر است که یالی کلیتا میکنه، در حالی که هیچ رشته نسبی قطعی و دختر ندارم، بلکه برای تو خیلی نزدیک رشته داره، لیکن چون نام اسلام سرش نشسته ما سرش غیرت میکنم. راست میگه. اول گفت ما سوال کردم، دیگر روز که دیدم سوال کردم که چی طور شد؟ گفت مولوی صاحب که رفتم خو خیر دست دادیم. بعد از او گفتم که اگر ما
امیال قطی سیاستی تو دست دادم، اظهار محبت کردم، دیگه تو چی بگی؟ گفت من بسیار خوش میشم که امروز زنم اظهار محبت کردی. باز بعد از گفت من برش گفتم که خواهر منی، مادر منی، اقارب منی، یک افغانی، یک دختر افغانی، اگر تو دست برش بدی من اینجا غیرتم در جوش میاد. افغانی را خوب بگذار، آلمانی خودت باشه، خود نام اسلام سرش باشه. اگر تو همین قسم کار بکنی من اینجا تحمل کرده نمیتونم. اما شما هیچ گپی نیست. حالی اگر زنی تا قطی دست خود کش کرده ببرم میگه خودش رفته، هیچ پروا نداره. خب گفتی نمیست. گفتمو مردکه گفت که بالکل واقعیت است. حالی تسلیم شدم که چرا گوشت خنزیر حرام است. در دنیای غرب ما واقعیت کی گپا وجود نداره، عادی گپ است. کسایی که در غرب زندگی کرده شما سوال بکنید، پرسان بکنید که کدام حالت اونجا حاکمیت داره. شوهر میایه قطی زن نفر لج پیدا میکنه، هیچ چیز هم نمیگه برش، هیچ چیزی گپی نیست. هنوز هم میگه که نه وقتی از یار خراب نکنیم، او خدا گم میکنه، نعوذ بالله. اینی حالات است. ما یقینی ما پیدا شد که هر آن چیزی را که الله حرام کرده در او حتما مضرت وجود داره، هر چیزی را که الله حلال کرده در او منفعت وجود داره. الله ما حکیم است، هیچگاه یک چیزی که مفید باشه منع نمیکنه و یک چیزی که مفید باشه حرام سر ما نمیسازه و چیزی که مضر باشه او را بر ما حلال نمیکنه. و ما اهل به لغیر الله چهارم محرم شد. این مهم است. 3 تفسیر مفسرین در اینجا میکنه. و ما او حیوان را اهل ایک آواز بلند کرده شود بهی در وقت بالای ازی در وقت ذبح لغیر الله، نامی غیر الله در وقت ذبحش گرفته شود. بگویی که به نام فلان پیر یا به نام محمد صلی الله علیه و سلم، بسم الله نمیگی، بسم محمد به نام پیغمبر. در وقت ذبح حیوان اگر اینی ترنامه گرفتی حرام کرده شده است. یک تعداد مفسرین تشریح آیت یا تفسیر آیت به می رقم کرده، دلایل هم داره. دوم طایفه از مفسرین قائل به است که اینجا مراد از و ما اهل به لغیر الله، ما عبارت از حیوان است و ما او حیوانی که اهل که آواز بلند کرده شده باشه بهی بالای حیوان لغیر الله، لتقرب بغیر الله، لتعبد غیر الله، به خاطر نزدیکی جستن به غیر الله. مراد از این ذبح نیست، مراد از این نامزد کردن است. نامزد کنی که اینی حیوان به نام فلانی به نیت تقرب، به نیت عزتمندی از او، به نیت نزدیکی جستن از او. ولو که در وقت ذبح الله اکبر بسم الله میگی، بازامی حیوان حرام است. تقرب به غیر الله کرده ای، خدا توسط حیوان به غیر الله نزدیک کرده ای. تقرب به غیر الله یعنی در اصطلاح امروزی ما نظر غیر الله، خوش کردن غیر الله، عزت دادن غیر الله. به نزدی مردمی مفسرین یا خیلی دلایل داره. یک حیوان کسی که برای نزدیکی جستن برای از او تو حلال میکنی، پاچا صاحب میاد اهل قریه جمع میشه، گوه میگیره، با مجردی که پاچا صاحب از موتر پایین میشه در لب سرک غش کرده حلال میکنه، بسم الله الله اکبر میگه، این حیوان حرام است. چرا حیوان حرام است؟ به خاطر که زیر آیت میاد و ما او حیوانی که اهل آواز بلند کرده شده بهی بالای حیوان لغیر الله، برای نزدیکی جستن غیر الله. اینجا تو ایرا برای پذیرایی، برای قدر بگه عظمت پاچا صاحبی را حلال کردی که پاچا صاحب خوش شود، خو حرام شد. آرس آمده رئیس الا موتر استاد شده، کرولای 2000 قشنگ آلیه آرس تا نمیشه، خیرات است. بزغاله را بیاری الا خروسه بیاری، کلب پیتله بزغاله را حلال میکنه، خروسه باز تیر موتر رکم چی خون میکنه؟ خب بوتک آرس هم خون میکنه شد که دیگه خون بجوشه دایی خانه، آرامی نباشه، خون بجوشه خون. ما اینی طور مسلمان ها داشتیم و همین طور ملا هم داشتیم. ملا قطش قطی می باشه، قطی می آرز. حالی که مردم هم میگی سابق ملا نبود، این دیگه ملا نیست، یک شما ملا پیدا کردی. اینی طور ملا بود که
نظرای غیر الله را کتابا نوشته میکنه کسی که طور حیوانه به این نیت ذبح میکنه اگرچه در وقت ذبح نام الله را میگیره خودش مرتد، زنش طلاق و حیوان حرام. این فتوای کتاب علمای احناف است. کتاب علمای احنافی فتوا را بید کسی که طور کار میکنه خودش مرتد، زنش طلاق و حیوان حرام است. حرام است. مذهب حنفی را ما گفتیم که خراب کرده. این در مذهب حنفی ها میکنه خود همین کار میکنه نمیکنه. امام صاحب خانه گفته ایره این خود مردم کشیده کاری حرام میکنه نظر غیر الله را میکنه. خیلی خوب نه به خاطر از اینکه حاجی صاحب خوش شوه حالی آمده در دروازه رسید داویلی الالالا در میرای حاجی صاحب امیر ذبح کنه گوسفند درم میتره چپا میکنه ذبح میکنه. حیوان چیست؟ حرام است. و برادر میمان که میخو ما ذبح میکنیم میمان در دمی روی ذبح نمیکنی. اگر در دمی روی ذبح کردی که وی استاد است تو ذبح کردی که او خوش شوه که در دمی روی ما مال حلال کرد اینی حرام است. چرا؟ تقربی غیر الله کرده، خدا به غیر الله نزدیک کرده. اما او میمانی که در خانه نشسته ابراهیم علیه السلام واری غلای کده برآمدی در دلت گرفته که اینطور شخصیت در خانه قدم زده محبوب ترین چیز خب بزغاله نگاه کردیم گوشتی لذیذ داره ایره اینطور طعام سرش بخورانم که پرسان نکن. اونجا رفته منظوری تو تقرب نیست که حیوان زنده پیش از او بردی که خوش شوه. منظوری تو گوشت دادن است. از او خاطر اینجا تو ذبح به نام الله میکنی حلال است. فرق شد. مال بزکشی برای ذبح نیست. برای چی است؟ برای لهو و لعب است. برای از اینکه بازی چه شوه سرش. از او خاطر نظر به این آیت او هم حرام میشه. چرا که در اونجا اصلی مقصد لهو و لعب است. نعوذ بالله. تعظیم کردن همی بازی چه است؟ همی بازی را تو تعظیم میکنی که به اینی کار ما میکنی. اگرچه بعضی علما میگه این حلال است خب لیکن از کار میفته زده و لغت کرده و این چیست؟ این چیز باقی نمیمونه. این دو مسلک شد. وا گرفتن مراد از تنها ذبح را نمیگه. در وقت ذبح که کسی نام غیر الله را بگیره خب هر کس میگه حرام است. مراد از این نامزد کردن است، به نام کردن غیر الله. از او خاطر بچه در ایران میره در کانادا و انگلستان میروی در همه مالت میگی از شاخی تکه میگیره میگه این نظر باشه به نام بچه کدی خلاص شد دیگه حرام است. سوم طایفه از مفسرین میگه نه کلمه ما اینجا عام است. تنها حیوانی مذبوح نگیری کلچه، کیک، چاکلیت بگوی پیسه، رخت هر چیزی که است و ما هر آن چیزی که اوهل آواز بلند کرده شود بهی بالای او چیز لغیر الله برای تقرب برای نزدیک جستن به غیر الله. اگر چاکلیت است که گفتی به نام حسین به نام سخی صاحب چاکلیت است رخت است هر چیزی که است کلی از این نظری چی میشه؟ غیر الله حرام میشه. تنها حیوان مذبوح نه. قول راجع اینمی قول سوم است. کلمه ما عام است. از او خاطر کل نذوری غیر الله سمنک به نام بی پخته کدی حرام. روز عاشورا مالا را که در روز کشتی به نام حسین کلش چی است؟ حرام به نام از او. در به نام عرسی شیخ عبدالقادر جیلانی مال حلال کدی در مصوبکی او چیست؟ بگه حرام. اونا اگر نه که دمون به نام عرسی شیخ عبدالقادر جیلانی دیگه پخته کردی چیست؟ حرام. برنج باشه چی باشه. خب اگر به تعظیم روزی ایدای مجوس و کفار پخته کرده بودی چیست؟ حرام است. تقربی چی کرده ای؟ غیر الله کرده ای. نوروز در نوروز کی کارا کرده ای؟ حرام. چرا؟ به خاطری که تقربی غیر الله کرده ای. این کلی چیزها را شامل میشه. چی میگه؟ در روزای عاشورا شیرا در هر جای زیاد میشه. شیر داده میشه. کلان ریشا برش استاده میباشه. باز استاده کویی سر به تاراق میکنه.
چی میگه؟ ایک خوب مزه داره. باز خدا چی میگه؟ مستونیست. دیگه بس که بگی شویا چرا این کارو میکنی؟ چی میگه؟ مستونیستم، مرا شویا نگو. ای جدای خور، کجا شویا نبودی؟ من شویا نیستم. نظر حسین ختم کرده بودی یا نکرده بودی؟ خب این کلش در نظر غیر الله داخل و این آیت عام است و قرآن این را حرام کرده. سه دیگه که حرام شد خو تعلق به خوردن و نوشیدن داشت، فلسفه شام اینجا بود. خو حرمتی از اون سه که خیلی بزرگ است. حرمتی از این معنوی است. چرا معنوی است؟ همه چیز مخلوقی کیست؟ ملکتی کیست؟ باید به اجازه کی استفاده شود؟ تو ملکتی الله را، چیزی را که الله مخلوقی الله را، چیزی را که الله اجازه داده او را گرفتی قربانی غیر الله کردی. کی کردی؟ غیر الله کردی. از او خاطر این خبیث شد. این دیگه حلال نیست، قطعا حرام است. فمن اضطر غیر باغ، کسی که ناچار شود در حالی که باغی نباشه، باغی نباشه، ولا عاد، تجاوزگر نباشه. مراد از باغی در اینجا معنای درستش برای لذت از مرده. مثلا در یک جای قرار گرفتی مرداری است، هیچ چیز پیدا نمیشه، گرسنه هستی، در عمق آخری نفس حیات هستی، مرداری برات مباح میشه، حرمت از بین میره. خب برای لذت نخوری، برای دفع بگوی اینمی مردنید که حالی ناچار میشی، بری میخوری. یک شرط دیگه، ولا عاد، تجاوزگر نباشی، به مقدر مقدار بخو که کفافت شوه، تو بتانی در جای رزق حلال خدا برسانی یا چیزی حلال برات میسر شوه، اما مقدار که نفس تو باقی بماند دم تو، بگو پس در جانت بیایا، اما تو از بین نروی. اینی قدر مقدار. فلا اثم علیه، گناه سرش نیست. بعضی مفسرین میگه که مراد از غیر باغ ولا عاد، غیر باغ ایره میگه که چی ضرورت برات پیدا شده باشه، لذت طلب برای چی لذت طلبی نخوری. ولا عاد برات میگه که تجاوز نکرده باشی، مالی دیگه کسا، ملکت دیگه کس نباشه تو گرفته باشی. لیکن این تفسیرات تقریبا چیزی خلل داره، درست نیست. اما تفسیر اول که لذت زیاد تو بنیت لذت نخوری و از حد زیاد نخوری. در اینجا 5 شرط چیستا یک کار که میشه آدم در استقرار قرار میگیره، 5 شرط در اینجا موجود است. یعنی اگر 5 شرط موجود شد بعد از تو مباح میشه. اول تو مضطر باشی، ناچار باشی، یعنی ناچاری تو است که تو در حالتی رسیده که اگر نخوری میموری، اگر نخوری میموری. اول شرط همیسته. ما و شما که وقتی میگیم از بانک پیسه میگیریم، حالت استقرار کی را میگه؟ حالت استقرار ای را میگه که تو میموری، دیگه زنده باقی نمیمانی. تو باید دست به حرام پرتی به مو مقدار حرام استفاده بکنی که زندگی تضمین شوه، زندگی تو باقی بماند. اینطور نباشه که تو معزه بگوی پلویت قطع شده، باز میگی من ناچار هستم میرم قرض از بانک میگیرم. اینطور نیست، مستر اینطور کسا میگه. دوم، چیزی که مباح باشه موجود نباشه. یک طرف مرداری است، یک طرف علف است. علف هم قوی است، خورده میتونی، علف خورده برو مرداری رو نخور. چرا؟ چیزی که مباح است برات موجود است، از او خاطر تو را استفاده نمیتونی. اگر هم نبود بعد از او باز تو از مرداری استفاده میکنی. 2 شرط. سوم شرط، به خوردن از این نجاتت یقینی باشه که بله میخورم و راستیم زنده باقی میمانم. اگر نه که به خوردنش نجاتت باقی نباشه، اون نادرست است. مثل که در استشهاد ما شما گفتیم، به شرطی که دشمنه ورخطا بسازه ای کارا میکنی، در غیر از او باز روا نمیشه برات. خب 4م شرطش که برای حصول لذت نباشه. 5م شرطش از حد و اندازش زیاد نباشه، به قدر کفاف خورده باشی. اگر این شرطا را پوره کردی تو مستر هستی، از مرداری تناول میتونی، اما به مقدار خاص. از او خاطر اینجا الله چی میگه؟ فلا اثم علیه، گناه سرش نیست، گناه محض نیست. این تو نیست که حلال شده. ان الله، یقینا الله متعال غفور، بسیار مهربان ذات است. الله غفور است. چرا؟ به خاطری که در حالی که تو ناچار شده ای از مرداری که الله حرام کرده خوردی،
بازم الله تو را نمیگیره، مغفرت میکنه. رحیم رحم کننده است که تو اجازه را برات در امجالات میده که تو در تکلیف نشوی. ان الذين يكتمون ما انزل الله، یقینا کسانی که پنهان میکنن چیزی را که الله روان کرده، من الکتاب، از کتاب. الله روان کرده از کتاب خود حقایق مسائل به خاطر فهم مردم، به خاطر روشن شدن مردم که مردم بدانه، لیکنی پنهان کرده. و یشترون به ثمنا قلیلا، و گرفته در مقابل پنهان کردن قیمت ناچیزی دنیا را. علمای یهود این خاصیت و صفت داشت، مردم برش می آمد حقیقت برش بربلا نمیکرد، حکم که در شریعت برشان آمده بود حکم آسان برش بیان میکرد و سختش نه، پول و پیسه خدا میگرفت. الله متعال سرنوشت این طور علما را بیان میکنه. آیات تکرار میاد، تقریبا مشابه. چرا؟ به خاطر که اهمیت واضح ساختن مسائل و احکام برای مردم چقدر زیاد است و الله متعال چقدر اهتمام میکنه که یک آدم حقیقت نپوشانه، اصلی واقعیت برملا کنه تا مردم گمراه نشوه، فساد پیدا نشوه. از او خاطر در اینجا الله متعال حالات از یار دوباره بیان میکنه. ان الذين يكتمون، یقینا کسانی که پنهان میکنه ما آن چیزی را انزل الله که الله فرو فرستاده، من الکتاب، از کتاب. در کتابایشان الله کدام احکام کی روان کرده؟ الله روان کرده، حتما او را برای مصلحت بشر روان کرده. از او خاطر اعتنا بری ازی شوه که کتاب الله متعال و مطالبش به مردم بازگو شوه. چی رقم بازگو شوه؟ امی آیات کتاب الله او به تو تعلق داره، کدام را آسان است. ما دیگر را پیدا کرده نمیتونیم، به تعداد زیاد نمیتونیم همیشه مردم جمع بکنیم. ماه مبارک رمضان که ماه قرآن کریم است، دلها یک کمی انفطام پیدا میکنه، یعنی دروازه های دل بازم میباشه، تمایل به سوی دین هم زیاد میباشه، یک نوع بیکاری از خوردن نوشیدن هم میشه. بهترین فرصت برای ترجمه قرآن کریم ماه رمضان داریم، ماه قرآن هم است. از او خاطر برای واضح ساختن حقایق صورت ها مختلف است. گاهی در سر منبر جمعه بگو، گاهی در تقریر تبلیغ سر قبر بگو، خب گاهی در ترجمه قرآن کریم که موقع برات میاثر میشه، گاهی در حلقات، هر جایی که برات میاثر میشه باید بیان کنی. کسی که پنهان میکنن چیزی را که الله نازل کرده از کتاب، بدی خدایی جاست که کتاب پنهان به خاطر چی میکنی؟ مادیات دنیا، 4 روز دنیا خوب تیر شوه. و یشترون به ثمنا قلیلا، میخره به توسط ازی ثمنا قلیلا، قیمت خیلی کمه. چی را میده که قیمتی کمه میخره؟ قیمتی کم عبارت از دنیاست و متاع دنیاست، اما چیزی که میخره، چیزی که میده، خریدار خونه ثمن قلیل شد. چی را میده؟ الله نعمت عظیم، سرمایه بزرگ نصیبی عالم کرده بود. ایرا عالم کتاب خود ساخته بود. عالم بودن کتاب الله متعال از نعمتهای بزرگ، از سرمایه های بزرگ است. از همون خاطر حافظ قرآن کریم، مفسر قرآن کریم اگر به این نعمت نباله، به این نعمت ارزش نده، ای بسیار سخت جفا به الله متعال کرده، سخت جفا. چرا؟ الله نعمت عظیم حق گویی را برات داده، معلومات کافی را مردم در جریان بگذار، واقعیت را خبر شوه، به خاطر که در اشتباه نروه، فرقواریت یا کلش از بین بره. این توسط بیان علما میشه. امروز هم اگر رفع الیدین علما در مساجد خود فقط بیان بکنه، اگر یک نفر دیدی که مخالفت رفع الیدین میکنه، مدست خود قطع میکنه، نمیکنه، هیچ کس مخالفت نمیکنه. خود شرط بیان است. الله متعال مذمت یهودا بیان میکنه از علمای شهر که ما روان کردیم از چی؟ کتاب الله. خب لیکنی مردم ها بجای ازی که به کتاب الله بشینه، معلومات های دنیای قلیل اختیار کردن. چیزی قلیله، ناچیزه. دنیا کلش ناچیز است. ما اولای که ما یاکلون، چند جزا الله برش میده؟ 4 جزا را میده. اولای که ایتور علما که حقیقت برشان برملا شده به نزدشان موجود است، لیکن عالی واضح نمیکنه، حقیقت آشکارا نمیکنه. اولای که مردم ما یاکلون فی بطونهم، نمیخوره در شکمای خود الا النار، اگرچه در ظاهر پلوارا میزنه، دو پیازا را میزنه، کبابا را میزنه،
لیکن در حقیقت در شکم خود آتش پرتافته راییست. قرآن کریم تعبیر داره در روز قیامت کدام عمل که وسیله و ذریعه برای کدام عذاب شده و عمل ذریعه برای عذاب میشه. الله متعال از خود عذاب تعبیر میکنه در مورد خوردن مال یتیم هم میطور است. اینجا در حقیقت آتش جهنم در قلب خود انداخته، در قلب خود انداخته. اولئک ما یاکلون فی بطونهم، مردما نیست که آن چیزی را که میخوره در بطونش در شکمایشان الا النار، مگر آتش جهنم. ولا یکلمهم الله، سخن نمیگه الله امرایشان یوم القیامت، در روز قیامت. سخن لطف احترام، سخن عزتمندی، سخن قدردانی الله متعال باید اینطور انسانا نمیزنه، سخن لطف نمیزنه. خود سخن لطف نزنه در دنیا یک نفر خفه میشه برای پروایش ندارم نگب نزنه، اگر چی سری آدم سخت تمام میشه. 4 روز امرای یک دوست زندگی میکنی، 4 روز امرای یک دوست زندگی میکنی. صبح وقتی که سلام برش میدی انگشت خود او طرف میگیره او طرف سعی میکنه. تو به خاطر محبت دین الله قدر میکنی، همکاری میکنی، او غرور پیدا کرده او طرف میکنه. اینقدر دلت بد میشه، خودت اینقدر سبک معلوم میشی، خصوصا که مردم دیگه هم باشه بسیار سبک معلوم میشی، سخت احساسی چی میکنی؟ ناامیدی میکنی. نه، الله اگر سخن نگویه در اونجا الله سخن نگویه، اونجا خود سخن الله سخن الله است. مردم وقتی ملاقات با پاچا میگیره، پاچای موقتی مجازیگک که تمام روز در سموچا خود گم کنن، تا چند روز هم میگه اخبار مرا بده که قطع فلانی دست دادیم گپ زدیم، اینقدر مقام و شرافت حاصل کرده. الله نصیب ما بکنه. خو دیدار الله چی؟ دیدار الله، رضامندی الله اعلی ترین نعمت الله هست. در روز قیامت قدر نعمت ها به انسان داده میشه که پرسان نکن. الله سوال میکنه از بندگان خود چی میخواهی؟ میگن یا الله این چیز نبود که بر ما نداده باشی، به نظر ما خود دیگه از ذکر چیزای معزز دیگه نبود که داده نشده باشه. الله متعال دیدار خدا نصیب میکنه، الله نصیب ما بکنه و اعلان چی میکنه؟ رضامندی میکنه. کل نعمتای سابقه در مقابل این نعمت دیگه هیچ ارزش نداره. کدام نعمت؟ رضامندی الله است. از این قدر وعید شدید کدام است که الله در روز قیامت لطف نکنه امرایت، به نام بنده تو را نگیره، حالت چی رقم میشه؟ در کدام سرحد میرسی؟ ولا یکلمهم الله، در دنیا اگر کسی سخن نگویه خوب است، اگر الله هم نگویه یک روز باز در روز قیامت تو را آزار نده عذاب نده هم خوب است. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، سخن لطف و شیرینی نمیزن الله امرایشان در روز قیامت. ولا یزکیهم، یارا پاک نمیسازه، یارا عزت نمیده، یا است که یارا پاک نمیسازه که یا مؤمن جور شوه. نه 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 نه، ایرا مؤمن جور نمیکنه، تزکیه نمیکنیم ایرا در دنیا، ایرا مؤمن واقعی جور نمیکنیم، دیگه نمیتون تزلزلات باقی مانده باشه. مؤمن گناهگار الله متعال در آخرت عذاب برش میده. آتش جهنم 2 قسم است، یکی آتشی است که برای مؤمن است. آتش جهنم مؤمنا مثل چشمه که بدن تر کرده باشه، بروی دو غسل بکنی از بین بره، اگرچه جزا بری توست لیکن حیثیت پاکده نداره، صابون نداره. آتش جهنم مؤمنه گناهایی که کرده ملوث شده توسط از او میسوزد، بدن و وجودی تو را پاک میکنه، شایسته و قابل دخول جنت میسازد. اما آتشی که برای کفار است او مهین است، رسوا کننده است، او عذابی است که تو را دیگه ذلیل رسوا خوار میکنه. مؤمن الله به او عذاب نمیده، به او عذاب نمیده. در اینجا خوف داشته باشه، عالم خوف داشته باشه که روزگاری میرسه که انسان همو ترالوده و ملوث در جهنم باقی بمانه، الله او را پاک نسازه. از او که پاک نکنه تا
از این معلوم میشه دین اسلام آنقدر حقیقت برملا کردن اهمیت داده، علم آنقدر رونق داده، مرتبه و مقام داده که پرسان نکن. کسی که از علم کار نمیگیره، حقایق واضح نمیکنه، این سرنوشتش است. ولهم عذاب علیم، برای از یا عذاب دردناک است. عذاب دردناک، عذاب علیم برای منافقین هم که فی درک الاسفل من النار است. در آتش ترین طبقه جهنم طبقه منافقین کار داره. عذاب منافقین از کفار مجاهر کرده زیاد است. درک اسفل است. چرا که مسلمان ها از منافقین ضربه زیاد دیده. از اینجا معلوم میشه که ملایی که حقیقتا را پنهان کرده، سبب بروز اختلافات مردم شده، پراگندگی مردم شده، سبب نادانی مردم شده، سبب واقع شدن در گناه، بدعت و شرک شده. اینطور آدم الله متعالی نمی قسم جزا را برش مقرر کرد. این قسم جزا را اولئک الذین اشتروا الضلاله. چرا اینقدر سخت جزا برش چی شده؟ این کم کار نکرده. چی کدام کار کرده؟ اولئک الذین، مردمایی هستند اشتروا الضلالة، گرفتن خریدن گمراهی را بالهدى، در مقابل هدایت. یا کم جرم نکرده، هدایت را بفروش و گمراهی را بخر. عجیب نیست؟ قطعی از هدایت موجود بود که در گمراهی را خریدن. هدایت چی است؟ هر انسان هدایت چی؟ اسباب داره، وسایل داره. ما را الله گوش، بینی، دهن، اعضا داده، فکر، استعداد و عقل داره. این الله برای ما داده. سرمایه بزرگ است، بسیار سرمایه بزرگ است. میتونیم توسط همین حواس عقل ما زندگی دنیا رو چقدر رونق داده. اقدر رونق دادیم که قصرها جور کردیم، که شکلها جور کردیم، که پرسان نکو که ببینی داخل شوی. اولیای مردمه که تو بگویی که چقدر یا چی کرده. توسط کدام؟ اینمی استعدادا و امکاناتی که الله برات داده. در دنیا از همین استعدادات کار گرفتی، تلاش کردی، خرج کردی، اما در آخرت از این استعدادا کار گرفتی یا نه؟ الله چی بهترین علم برش داده بود؟ اگر بیان میکرد مردم قدر و قیمت از او را میکرد. مردم تو خدمت دین الله را بکن، خدمت قرآن کریم کتاب الله را بکن، چند وقت بعد باز معلوم میشه که مخلوق الله محبت قطعت میکنه یا نه، مخلوق الله خدمت میکنه یا نمیکنه. چرا؟ امکانات و وسایلی که الله برات داده او را در کار انداختی، شی را به دست آوردی که او واقعا قابل تمجید بود. خودت خبر نداشته باشی کاری تا مردم انجام بده. این کار بالکل شده نیست. شرط نیست که تو از این امکاناتی دادگی که الله برات داده غلط استفاده نکنی، غلط استفاده باید نشود از امکانات دادگی. از او خاطر اینجا الله میگه اولئک الذین اشتروا الضلالة، این مردمایی هستند که برگزیدن یا اختیار کردن یا خریدن گمراهی را بالهدى، در مقابل هدایت. زمینه برشان مساعد شده بود توسط اسباب و وسایل راه حق پیدا کنه، معلوماتی کافی برش حاصل شود. اینطور مردم ها را چیسته؟ یا گرفتن گمراهی را در مقابل هدایت. والعذاب بالمغفرة، عذاب گرفته در مقابل مغفرت. فما اصبرهم علی النار، چی چیزی را صبرناک ساخته علی النار، بالای آتش جهنم. این جای تعجب است که چی چیزی را صبر داده بالای آتش. اینقدر جرأت دارن، اینقدر آماده کرده برای آتش خدا که این کار را میکنه. قرآن برای ما میگه مردمایی که از استعدادهای خود کار نگرفته، غلط استفاده کرده، امکاناتی دادگی الله متعالی غلط استفاده کرده، این مردما در حقیقت مثل که جنگ و پیکار با چی داره؟ با آتش. از آتش هیچ نمیترسه، از آتش نمیترسه. قرآن برای ما واضح ساخت که پنهان کردن حقایق، کتابای الله که کدام علوم دیش آمده، پنهان کردنش این جرم عظیم است که مثل از این جرم دیگه جرم پیدا نمیشه. 4 عذاب برش مشخص شد. الله متعال نگاه کنه کل ما و شما را که نعوذ بالله دیتر حالت نباشیم که واقعیتا از پیش ما پنهان شود. ذلك بأن الله نزل الكتاب،
این معامله یا این جزاهای سنگین به خاطر عزیز که یقینا الله متعال نزل الکتاب کتاب فرو فرستاده بالحق برای بیان کردن حق برای اظهار حق و این مردم گرفته برعکس برخلاف از او ای را بالحق استعمال نکرده بالباطل استعمال کرده بالحق استعمال نکرده بالباطل استعمال کرده. یک ترجمه ذالک بان الله این حکمی که ما کردیم که باید حقیقتا همیشه برملا باشه انتظار کشیدن نشوه این بخاطر این گپ است. ذالک بان الله که یقینا الله متعال نزل الکتاب فرو فرستاده کتاب بالحق با بیان حق یا با بیان جامع ثابت و راسخ. و این الذین اختلفوا یقینا کسانی که اختلاف کردن فی الکتاب در کتاب لفی شقاق بعید در مخالفت خیلی دور از حق هستند. الله مزامت یهودا بیان میکنه تورات برشان داده شده بعد از آمدن تورات باز اختلاف کردن اختلاف سریازی شد تورات اصلی نگاه نکردن آرا و نظریات خود در تورات جمع کردن بازار کدام ادعا داشتن که دین است حالان که مفکوری یک انسان بود او دین نبود. سری مردم به زور می قبولند سری مردم از دروغ می قبولند دوره. از او خاطر اینجا مراد از کتاب تورات و مراد از یا بعد از آمدن تورات یا پرچه و جدا شدن بعد از آمدن تورات مناسب نبود چرا که یک میدان علمی برشان موجود بود که یا تحقیق میکرد این برش باید چیز خب موجود بود یا نکردن. دوم مراد از کتاب قرآن کریم است. ذالک بان الله بخاطر عزیز که الله متعال نزل الکتاب قرآن نازل کرد بالحق بدین واقعی با آن چیزی که واقعیت داره. و این الذین اختلفوا یقینا کسانی که اختلاف کردن فی الکتاب در کتاب بعضیش قرآن قبول کرد بعضی نه یا چی کردن خیر لفی شقاق بعید در مخالفت خیلی دور از حق قرار گرفتن. چرا؟ بخاطر که کتاب قرآن کریم دعوت به سوی وحدانیت میده توحید الله یا گرفتن جدایی را شروع کردن به نام کتاب آسمانی خود به نامهای دیگر یا جدا شدن. در اینجا الله متعال کسایی که در مخالفت دور از حق قرار داده کیست؟ این الذین اختلفوا کسانی که اختلاف کردن اختلافیا در بسیار شق بعید مخالفت قرار داره که نزدیک نمیشه. ما میگیم اختلاف نکنیم 4 تقسیم نشویم اهل تسنن یک تقسیم باشیم یک کتله یک نظریه فقط نظریه کتاب الله و سنت چی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم باید همین قدر باشه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Oh